است تا اینکه مبادا یگان جنایت بالای آنها صورت میگیرد یا اینکه آنها جنایت صورت میگیرد، بعد قبل از بازداشت آنها باید از پارلمان کشور اجازت گرفته شود و همون مسئولیت داخل استقامت را از بین برده شود و لغو کنند و بعد از آن بازداشت روی آنها صورت میگیرد. در غیر این صورت حقوق بازداشت شخصی یعنی دارای مسئولیت و دارای داخل ناپذیری امکان مثلا وزیرها مثلا میتواند که نماینده پارلمان دپوتات اینها امکان و حقوق بازداشت اونها خودسرانه وجود ندارد، چون اینها افراد هستند که زیر مسئولیت و زیر یعنی که حفظ و حمایت دولت قرار دارند. رحمانوف و مدت پیشگوی ملت یعنی پرده پیش نمود است که پرزیدنت از پیشگوی ملت است از حضور صلح و وحدت نمیدونم که فرار گور است و حق یعنی که رئیسی شعب دوشنبه بودنش یگان مسئولیت معین نیست، ولی یعنی رئیسی پارلمان کشور اینها هم باید قانون را اطاعت کنند و از قانون اصلا باید بیرون نهند و در حالت جنایت انجام دادند اگر بخواهند که بازداشت کنند یعنی که دولت بازداشت کند یا نفر باید از پارلمان اجازت گیرد که یوسف رحمان اجازت گرفت در مورد بازداشت کردن سید جعفر عثمانی. اگر همتون در خاطر داشته باشید اول آمد از پارلمان اجازت گرفت که فلان جنایت رو انجام داد بعد از اون بازداشت صورت گرفت. یعنی گویا یک دولت است که قانون و قانونمند است و همه آن عملهایی که انجام میدهد اونها یعنی که طبق قانون صورت میگیرد و طبق قانون عمل کرده میشود. در این مسئله است که قضیه واقعا هم یک قضیه خیلی پیچیده و سر و این یک دروغ محض است. این دارد که رحمانوف یگان کار و یگان عمل او یعنی طبق قانون باشد و طبق قانون عمل کند. ممکن است بعضی از بیننده ما در قضیه های قانون و قانونمندی سوال میکنند که همین قانون و چرا همین قانون منفعت دارد، چون که باید هر یک قدمی ما شده بودید و اولین قانون ها در تاریخ بشریت یعنی که 1750 سال قبل در با زبان انگلیسی کد همورابی است و زبان یعنی قانون همورابی یعنی یاد بشود. قانون از 282 ماده ایرانی یعنی همین ها در این یعنی که قانونی که 1750 سال قبل از میلاد یعنی که به تصویب رسیده بود. این در یعنی سنگی بازتالی نوشته شده بود که یکی با البته با پوری پری به حال نگاه بینی می شود که البته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله و الیکم و رحمت الله. خود او در مورد قانون و اطاعت آن چگونه اطاعت میکنند یا اینکه قانون و قانونمندی در کشور ما به کدام اندازه و به کدام شکل تا به امروز ادامه دارد. و در مورد قضیه های عمومی که قانون یکی از مسائل مهمی هر یک دولت و دولتداری و مجتمعی که در آن انسان زندگانی میکند و بتوانند که آنها در اطاعت کردن از قانون دولت خود و این قانون را که دولت میگذارد که توسط پارلمان کشور به تصویب میرسد آن قانون را اطاعت میکنند و اطاعت کردن آن قانون دلالت از آن میکند که شکل حمایت به تماما به نیستی یا اینکه به درجه زیر صفر قانون برای پادشاه، برای پرزیدنت، برای عائله پرزیدنت، برای سروزیر، برای وزیر، برای کارمند عادی، برای دهقان، برای کارمند کژکپ، برای ملیسا، برای امنیت کاملا یکسان است. هیچ تغییرات به یگان نفر که شهروند اون کشور است استثنایی در اون وجود ندارد غیر از افرادی که اونها دخل ناپذیری دارند و افرادی که اونها دخل ناپذیری دارند
اون افراد را قانون مسئولیت برای اونها گذاشته است تا اینکه مبادا یگان جنایت بالای آنها صورت میگیرد یا اینکه آنها جنایت صورت میگیرد، بعد قبل از بازداشت آنها باید از پارلمان کشور اجازت گرفته شود و همون مسئولیت داخلی مثل آنها را از بین برده شود یا لغو کنند و بعد از آن بازداشت روی آنها صورت میگیرد. در غیر این صورت حقوق بازداشت شخصی یعنی دارای مسئولیت و دارای دخل ناپذیری امکان می‌زنند. وزیرها مثلا میتواند که نماینده پارلمان، دپوتات، اینها امکان و حقوق بازداشت اونها سرانه وجود ندارد، چون که اینها افراد هستند که زیر مسئولیت و زیر یعنی که حفظ و حمایت دولت قرار دارند. رحمانوف و مدت پیشگوی ملت یعنی پرده پیش نمود که پرزیدنت از پیشگوی ملت است، از صلح و وحدت نمیدانم که فرار گور است و حقی بازداشت امام رحمانوف و حتی افراد او را وجود دارد. شخصی معین که یعنی که رئیس شعب دوشنبه بودنش یگان مسئولیت معین نیست، ولی یعنی رئیس پارلمان کشور شخص دوم داخل ناپذیری خلاص. یعنی افراد دیگر، ولی اینها همچنین نیست که قانون اطاعت نکنند، اینها هم باید قانون را اطاعت کنند و از قانون اصلا بیرون نهند و در حالت جنایت انجام دادن اگر بخواهند که بازداشت کنند، یعنی که دولت بازداشت کند یا نفر باید از پارلمان اجازت گیرد. چون که یوسف رحمان اجازت گرفت در مورد بازداشت کردن سید جعفر عثمانی. اگر همتون در خاطر داشته باشید، اول آمد از پارلمان اجازت گرفت که فلان جنایت رو انجام داد، بعد از اون بازداشت صورت گرفت. یعنی گویا یک دولت است که قانون و قانونمند است و همه آن عملهایی که انجام میدهد اونها یعنی که طبق قانون صورت میگیرد، طبق قانون عمل کرده میشود. در این مسئله است که قضیه واقعا هم یک قضیه خیلی پیچیده و سر و این یک دروغ محض است. امکان ندارد که رحمانوف یگان کار و یگان عمل او یعنی طبق قانون باشد و طبق قانون عمل کند. ممکن است بعضی از بیننده ما در قضیه های قانون و قانونمندی سوال میکنند که همین قانون و چرا همین قانون منفعت دارد، چون که باید هر یک قدمی ما شده بودید. اولین قانون ها در تاریخ بشریت یعنی که 1750 سال قبل در اولین قانون شده همین قانون حمرلی بود که یعنی که همون حمورابی یعنی با زبان انگلیسی کد حمورابی است و زبان یعنی قانون قانونی حمورابی یعنی یاد بشود. قانون از 282 ماده عبارت بود که یعنی بای مثلا در مورد جنایت ها، در مورد مالکیت، در مورد ازدواج، در مورد حقوق زنان و کودکان، معاملات تجارتی، همین ها در این یعنی که قانونی که 1750 سال قبل از میلاد یعنی که به تصویب رسیده بود. این در یعنی سنگی بازتالی نوشته شده بود که یکی با البته با که نوشتی مهدی بود که با خط میخی نوشته شده بود و یک نسخه آن فعلا در کتابخانه لوری پاریس به حال نگاه بینی می شود که البته افرادی که در پوزیش هستند در اروپا هستند. خوب واقعا نمیدانم امروز صدا نیست؟ صدا هست فعلا یا نه؟
عجیب نوشته شده است که میتواند آن را ببینید و کلامی که در اروپا هستید از اولین قانونی نوشته شده یعنی که همان است و این چنین در عصر میلاد میتوانیم قانون‌های نوشته شده یعنی که پس از تولد یعنی که حضرت عیسی یا یعنی پس از همین میلاد عیسی مسیح یعنی که قانون‌هایی که در مثلا ریم نوشته شده بود و این قانون هم قانون هایی که 520 530 535 به همین شکل بعد از میلاد یعنی که امپراتور یوستینیان که یکی از بزرگترین امپراتور بزرگی روم بود که تمام حقوق های معاصر در اروپا را در بر میگیرد و اکثری کشورهای اروپایی هم این قانون همچون قانونی مدنی خودشون گرفتن که بعد از آن میتونیم بگیم که همین قانون فعلا قانون گرجدنی یعنی یوستینیان مینامد. اگر حالا فعلا بعد دقت بتیم حتی وزارتی چی میگن وزارتی عدلیه یا یوستیس میگن اگر دقت داده باشید یوستیس یعنی که از همون که گفته شده است یعنی که یعنی کد یوستینیوس یا که مثلا به همین شکل. پس میتوانیم بگیم که این دومین قانونی بزرگ که نوشته شده گذشتش 1754 قبل از اعلام بود که اون دلالت بر همون وضعیت و حالتی که بر اون یعنی که زمان داشت و بعد از اون 529 530 534 امپراتور یوستینیان یک و دیگر قانونی عمومی شد که از همین قانون ها میتوانیم بگیم که قانون گذاری های اروپا از جمله کشور فرانسه یعنی که حتی در همین قضیه کد ناپلیون هم او را نام کردن قانون های شهروندی کشور که دولت اروپا یعنی که فرانسه نیز نامیده شدند که این خودش دلالت بر یعنی چی میکند اطاعت کردن از قانون ها تا به امروز ادامه شده است. اگرچند که بازبینی ها در اون چیزی که برای ملت و مردم یا اینکه اگر یک نشدگی باشد وضعها صورت میگیرد اما در اصل ببینیم همه اون چیزی که از همون آغاز نوشته شدگی بود تا به امروز هر شکلی که هست یعنی که ادامه پیدا میکند. این مسئله همین بود و دیگر چیزی که باید هر یک مسلمان از آن آگاهی دارد پس از نزول قرآن و مبعوث شدن محمد صلی الله علیه و سلم و پیامبری قرآن نازل گشت که قانون خدا در زمین توسط محمد صلی الله علیه و سلم برای بشریت و برای تمام آنانی که به این دین پیروی گشتند از طرف الله سبحانه و تعالی و توسط جبرائیل امین توسط یعنی این ملک و رسول اکرم فرستاده شد که محمد صلی الله علیه و سلم اونا افرادی که او بودند و در تمام مناطقی که امکان انتشار این دین الهی داد هر شکل انجام داد و این را میتوانیم بگیم بزرگترین قانونی که در عصر هفت یعنی که با زمین آمد و تا امروز 1400 سال بیشتر است که یعنی که این قانون قرآن و تمام آن چیزی که 500 آیت احکام است که قرآن عبارت از بیش از 6236 که
خب دیگه 6666 خیلی که در تاجیکستان میگن. خب عبارت از آیت های متعدد و با یعنی پاره ها و سوره ها و یعنی شأن و نزول ها در هر مسئله که هست. الحمدلله قرآن به تمام ابعاد داخلی و خارجی و آن چیزی که مربوط به انسان است، آن چیزی که مربوط به حیوان است، آن چیزی که مربوط به جمادات است، آن چیزی که مربوط به عالم سیاره و آن چیزی که مربوط به کهکشان ها، همه آن چیزی که در دنیا وجود دارد میتوان اون رو در قرآن پیدا کرد. حالی که بسیاری از سوره های قرآن کریم هستند تا و امروز تا شما بخوانیم که رسول اکرم، حتی رسول اکرم خودش یعنی همچون رو میرسونید، ولی واقعیت هایی که در اون 1400 سال پیش یعنی که بود ما و شما امروز با عیان با شکل سر یعنی که حالات را میبینیم و از یعنی که این کتاب آسمانی لذت میبریم که چگونه کتابی است که برای ما تمامی منشوره حیات و زندگی ما و هیچ ظلم در قرآن نیست. ما میتوانیم در قرآن در یعنی که 500 احکام است و 3000 حدیث که احکام است. البته قرآن ببینید همقدر کتابی یعنی که داره مثلا 300 چند صفحه که 600 صفحه و خوب 300 ورق، ولی در عموم بگیرید نگاه کنید 500 تا احکام داره، یعنی 282 تا مثلا وقتی که قانون جوستینیوس نویسش مثلا که قانون هایی که هست سال میبینید خود در دوران مثلا مغول بگیریم چگونه بود و بعد از اون در مورد یعنی که روم ببینیم چگونه بود و بعد از اون دیگر ببینید حاکمیت های یعنی که در دنیا ادامه پیدا کردن. قانون و منشأ زندگی قرآن کریم کتابی آسمانی بود که با اونها حکومت داری کردن، با اونها یعنی که 500 ساله ها و 700 ساله ها حکومت داری کردند و مردم را با کتاب آسمانی و آن چیزی که شریعت اسلام یعنی که گفته است طبق در دنیا یعنی که قرآن کتابی که جایگزین تمام قانون‌های دیگری که بشر اونها را وضع میکند حاکم بود و ها یعنی که طبق اون قانون منشوره زندگی خود را پیدا کرد. خوب این یک گوشه کوتاه بود در قضیه یعنی که قانون و قانونمندی و پیدایش قانون که خب او قدر مشکل نیست. اولش از یعنی که معلوم که از کجا پادشاه بعد از اون یعنی که پادشاهی روم و بعد از اون خب نزول قرآن خب 1754 قبل از میلاد 524 یعنی که بعد از میلاد و بعد از اون دیگر سال یعنی که 700 و چند خب دیگر معلوم است که با میلاد اگر حساب کنیم از میلاد رسول اکرم پس از 6 سال رسول اکرم مبعوث به پیامبری شد و قرآن کریم نازل بر اون گشت که یک قانونی به الله به مردم و هیچ ظلمی و هیچ کجی و هیچ تغییری و در وجاج در قرآن در کلام الله وجود ندارد که تاریخ در دستان ما هست و آن را تلاوت. خب اکنون قانون تاجیکستان که امام علی رحمانوف یعنی که اون باید که چکار کند حمایت کند. مثلا ما اینجا از نگاه تاریخی به خاطر فهمیش مردم گاه ها قانون و قانونمندی صحبت میکنیم، ولی برنامه منبر مواجد برنامه نیست که برنامه علمی از نگاه علمی تا اینکه من برای مردم یعنی که با نقطه با نقطه اون که در مدار قانون و قانونمندی است یا که در مورد یوستیسیا و عدالت و مربوط به یعنی که مسائل علمی است ما دیگر صحبت نمیکنیم. ما با همون زبانی که با یک مهاجر عادی امکان فهمیش آن ندارد، یک زنک، یک کمپیر، یک میشفید جوان که یعنی که از امام رحمان دیگر امکان تحصیل کردن در یعنی که مکتب و دانشگاه اینها نداشت، برای اون با زبان اون باید صحبت کنیم تا اینکه اون وقت قانون میگه قانون ها یک تشعون بوده است. موضوع هر دولت قانون اساسی خود دارد، ولی تنها به خاطر فهمیش همین را باید بفهمید که قبل از میلاد 1754 یا که 50 و بعد از اون یعنی که پادشاه روم در این قضیه یعنی که 529 534 بعد از میلاد و بعد از اون دیگر
یعنی که قانون اساسی اسلام که قرآن بود، بعد از مبعوث شدن رسول اکرم این قانون الهی بود که بسیاری از کشورها را طبق این کتاب یعنی که حکومترانی میکردند. منشوره حیاتشان، حیات تمام مردمی که در اون عصرها بودند، یعنی که چی از خلافت‌های عباسی و چی از خلافت اموی و چی از خلافت عثمانی و چی از یعنی که خلافت‌های ایوبی و این دیگر هر یعنی که حکومتداری که در دنیا گذشت و خلافت‌هایی که بود و گذشتند، همه همونها یعنی که طبق همین عمل میکرد. یعنی این دلالت بر آن میکند که اونها با این راضی بودند و این قانونی است که یعنی که از جانب الله برای بشریت فرستاده شده است. خلاص ما در تاجیکستان سرقانون داریم و آن سرقانون حامد مالی رحمان است. موضوع ما همین است. مثلا رسول اکرم قرآن بر او نازل شد. درست الله برای او معین کرد که 5 وقت نماز بخونه. میگم تا اینکه توجیک بیشتر بفهمه. توجیک عادی یک زنک بیشتر بفهمه که رحمان رو چه جنایت داره. و رسول اکرم 5 وقت نماز برای ما یعنی که از قرآن آورد و اون وحی که برای او الله داد، ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. الله در اشکر گفت اون چه که یعنی که پیامبر برای شما داد بگیرید و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چه که شما گفت که نکنید پس اون کارا نکنید. این سخن الله و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اون دو از پیش هوا و حواس خودم گپ نمیزنم، این یک وحی بود که از جانب الله اومد، یعنی که من به واسطه وحی گپ میزنم. یعنی که الله در حفظ و مسئولیت کتابش اشکارا گفته است که لا یمسوا الا المطهرون. یعنی که منظور اگر تفسیر آیاتی که بگیریم از آسمان تا زمین، یعنی که این افراد پاک آوردن، یعنی که جبرائیل امین یا این که ما و شما در دنیا حتی حالت غیر وضو مصحف اجازت نیست، یعنی باید ما وضو داشته باشیم چون این کلام الله است و کلام الله باید یعنی که برای شخص پاک اون بخاطر. خلاص دیگر در یعنی که قرآن میگن شک نداریم در هیچ کلمش، در هیچ حرف، در هیچ یعنی که گفتارش، در هیچ نقطه و هیچ یعنی که پیش زیر زبرش. پس رسول اکرم 5 وقت نماز ما همین میگیریم تو اینکه برای شما آسان‌تر شود. این از دیگه روانشناسی من با شما صحبت دارم. این همین نمازی که 5 وقت نماز است. خوبه که با بعضیا بحث میکنن که در قرآن در اونجا یعنی که وقتای نماز آورده است و بین یعنی که بیگاه با 3 وقت بعد از اون رسول اکرم اینا با 5 وقت یعنی که از جانب الله وحی معین یعنی که صبح، ظهر، عصر، شام و خفتن یا عشاء. همین 5 وقت نماز رسول اکرم 3 وقت و 2 وقت میخوندش، یکی 2 وقت میخوندش. در همین وقت میپرسنش که اوخی رسول اکرم خودت یعنی که نماز 5 وقت گفته ولی 2 وقت خوندش. من محمد من باید همین خیلی 2 وقت نماز بخونم. یعنی همون مردم خودشون در همین رسول اکرم پیغمبر بدن همین دیگر یعنی که چیکار میکردن یک نماز میگفتن چون پیغمبر الله هست، این معصوم است، این یعنی که حاشا لله که رسول اکرم چنین باشد. من برای شما این مثال آوردم تا اینکه چهره کسی رحمان رو معین کنم. ولی رسول اکرم همه اون چیزی که الله براش گفت انجام داد بدون اینکه کنای اول اخیرش بخشیده شدگی بود. رسول اکرم شب تا صبح نماز میخوند و ام المؤمنین عایشه صدیقه میگفت ای رسول اکرم تو به جانت رحم که ای رسول اکرم پاهات از نماز خواندن ورم کرده است و جان خود شفقت کن. افلا اکون عبد شکورا میگفت آیا ما بنده شکرگزار خداوند نباشیم. محمدی که گناه اول آخرش بخشیده شده بود ولی هیچ کار نکرد که خلاف آن چیزی که الله براش گفته بود و مصداقیت اون وحی که براش بود و قرآن کتاب الله برای محمد جاودان تا روز قیامت مثبت است و هیچ اعوجاج در اون نیست و هیچ کجی هم در محمد صلی الله علیه و نبود نیست. حفظ کرد منظور یعنی همه آنچه در قرآن بود اونه یعنی که عمل کرد حتی اتاه الیقین تا اینکه مرگ برای او رسید. ببینید که یک نفری که حامی قرآن الله هست. نحن نزلنا ذکر و انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. الله حافظ ذکر حافظ قرآن خودش است. در این هیچ شک نیست. ببینید که رسول اکرم
اصلا پا از اون که در قرآن الله براش گفته است. یعنی چرا؟ چون که قرآن کتاب جاودانه خدا و محمد پیامبر الله و فرستاده الله با زمین و اون چیزی که برای ما انجام داد، یعنی که شبش با مانند روزی ما بود، روزی ما با مانند، یعنی که نمیدونم در کدام وضعیتی که ما و شما در این حالتهای بدبختانی و در این حالتهای وضعیت بد زندگانی داریم. ببینید که یعنی که تطبیق عمل و آن قانونی که خودش آورد یعنی که انجام داد. ببینید که رسول اکرم میگن که تو بچه رئیس قبیله است، محمد باید که بیاد شما بریم، چی میگه؟ الله بین فاطمه محبت اگر دزدی کنه لقطعت یدها دست میبرم. یعنی رحم نیست برای من هیچ وقت در مسئله اونچه که قضا، یعنی منظور از مسائل یعنی که حکم هست، مسائل حکمی هست، مثلا الله در قرآن یعنی که حکم دزد این است باید انکار شود، الله گفته حکم زانی این است این است، الله گفته حکم قاطع طریق این است، الله گفته حکم شخصی که مثلا زنا میکند، دزدی میکند یا شراب مینوشد یا اینکه مثلا هر عمل انجام میدهد حکمش معین است. پس من از اون بیرون عمل کردن نمیتونم گفته که بچه فلانیه بیا اینو نکنیم این دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر آن میکند که یعنی که تطبیق همه آن چیزی که از جانب الله بود مطبق میشد و هیچ تغییر در اونها در عملکرد رسول اکرم دیده نمیشد. پس این چی است؟ از عدل رسول اکرم و از یعنی که عمل کردن اون چیزی که الله سبحانه و تعالی برای پیغمبر گفت عمل کرد و ما هم اون گوش داریم و اطاعت داریم. اگر رحمان و فقی کفیل سرقانون است، کفیل یعنی که باید که اگر یگان گپ شود امام رحمانوف تماما حق ندارد که همه اون چیزی که یعنی که سرقانونی که فرمیگه چی او جنایت رستم کرده است، چی آزادش کرده است، چی قیل اسبش کرده است، چی قیل سگش کرده است، باید که حتما در جواب بده. چی دامادش کرده است، چی نبرش کرده است، چی زنش کرده است، چی جمعش کرده است، کسی کرده است که شهروندی کشور است، باید حتما او در پیش قانون جواب بده. ولی آیا تا امروز عزیز ما و این جنایت دادگیش زن رحمانوف مجازات شد؟ نه. رستم نه، یعنی آزاده نه، یعنی شورخ جورای بچهش نه، اسماعیل نه، اشرف دامادش نه، پروینه نه، ستاره یعنی که فرزانه، یعنی همه همین هایی که جنایتکار دخترها و بچه ها و داماده و شمسلا و یعنی که همه همین ها آیا در نزد قانون اینقدر جنایت های انجام میتین یگان بار جواب گفتن نه. پس این دلالت بر عدالت رحمانوف میکنه یا بر ظلم رحمانوف؟ پس این دلالت بر حمایت سرقانون کشور میکند یا اینکه یعنی که امام رحمانوف سرقانون کشور اصلا رعایت ندارد و اصلا این یعنی سرقانون رحمانوف نادیده گرفته است و اصلا برای اون اندیشه ندارد. حقیقت در نزد رحمانوف چی است؟ برای جزا دادن شخصی که یعنی که مثلا در جاماندگی ماده 307 برای افرادی که عملهای اکستریمیستی انجام میده، مثلا محمد اقبال چه عمل اکستریمیستی انجام داده است؟ متأسف رحمانوف دزدی، غارتگری، تجاوزگری، مرحبا ببرای گپ زن وزیر عدلیت ببرای با من صحبت کنه تا اینکه ما صحبت کنیم در مورد قانون، در مورد قانونمندی، در این صحبت کنیم تا اینکه ملت و مردم رو بیند که یوسیس رحمانوف برای در نزد ملت و مردم از پیشوای ملت حمایت کرد. یعنی وزیر داخلیت، وزیر امنیت، آیا اینها مداری حمایت را در نزد همین افراد ملت دارند؟ زدگیشون گپ نمیزنن، مهم نیست. مهم همین است که تو رعایت ندارید همه آن چیزی که در سرقانون کشور آمده است. ولی چرا دروغ را 6 نوامبر روز سرقانون جشن میگیری یا که روز پرزیدنت یا اینکه یعنی گپ دروغ میزنی و استراحت میتی مردم و با شکل گویا که مخیل دولت تاجیکستان دولت حقوق بنیاد دموکراتی یگانه حقوق حقوق دهقان رعایت است، حقوق دکتر رعایت است، حقوق معلم رعایت است، حقوق نمی یعنی دولت حقوق بنیاد است. نامی سرما موندن یعنی برای چی دروغ میگوی و برای چی میخوای که در چشم مردم خاک شوی؟ هر دو قانون ماده قانون از طرف تو و عائله تو رعایت یا حمایت یا اینکه پایمال نشده است. والله حانیسی است که رحمانوف تا امروز یگان ماده قانونی که در سرقانون کشور هست
خاطر رعایت کردن و به خاطر حمایت کردن آن هیچ کاری نکرده است. یعنی عمل کردن طبق وظیفه که مراد سرقانونی کشور، آن باب‌هایی که در قانون‌های یعنی که کنستیتوسیون نوشته شده است در سرقانون، اصلا توسط رحمان و عائله او رعایت و حمایت و یعنی که طبق اون عمل نکردن و تا به امروز هم این عمل ادامه دارد که این دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر آن میکند که کفیل سرقانون یا کفیل قانون یعنی که شخصی است که دزد است. کفیل قانون شخصی است که قانون رعایت نکرد و رعایت کرد هم نیست. همین است بدبختی این ملت، شخصی که اصلا نه در فکر قانون و قانونمندی است، برای او گذاشتن چی؟ که یک شخصی که گویا که اون حمایت میکنه. مثلا گرگواری در مبین گوسپاندو بدرود گوسپاندو را نگاه کرد، شما فکر داره که گرگ گوسپاندو را نگاه میکنه. منوف بعد پیش گرگ برای یک نمونی بگوش که قانون تو باید یکون گوسپاند یکون گاب نگوید، باید یکون کور نکنید. گرگ رحمان و گرگ است و اویله او بوده گرگو هستن که این ملت در عادی‌ترین وضعیت میخرن، یعنی که در بدترین وضعیت آورده قرار شدن. پس چگونه ما و شما میتوانیم یک گرگ حفیل قانون کنیم؟ آیا رحمانوف و همه جنایت هایی که اسماعیل کرد یکم با جوابگاریش و جوابگاری کشون، همه جنایت هایی که شمسالله صاحب کرد فرمودش کرد با فرمای فراز و جوابگاری کش نمیشد، نه محب نامور باش زنده باش و همه جنایت هایی که در قبادیان شهر توز و پیشکن یا که انجام داد و با جوابگاری کش نه. آیا حاج رحمت الله بچه سبزی بدست است؟ آیا با اون جنایت هایی که انجام داد آیا امام رحمانوف با جوابگاری کش نه؟ آیا حسن اسدالله زاده با همه اون جنایت هایی که انجام داد، جنایت های دزدی، غارت از پول، از مال، از تمام اون چیزها، آیا رحمانوف اون در نزد قانون جواب داد؟ نه. آیا حاج امرالله که در دنقره نامش گرفت بچهش دزدی 3 ماهی، یعنی که برقی 3 ناحیه را دزدید، برای چی؟ به خاطر بیت کوین چاپ کردن، به خاطر همین چیزها، آیا مجازاتش داد؟ نامش گرفت. برای چی فرق داره که تو میگیری؟ تو قطب‌الدین میگیری یا محمد میگیری یا احمد میگیری؟ برای من اون ارزش نداره. آیا در برابر نام گرفتن رحمانوف و همونها مجازات شد از طرف دولت و طبق قانون عمل کردن؟ نه. آیا امردین نقش شد؟ یعنی عزیزموی گزیتخانه که گوسپندا را از پرخور از مستاجر گرفت 400 گوسپند آورد، آیا مجازات شد؟ نشد. آیا آدما را پران، یعنی که در وقت طلا گرفتن و در وقت طلا کوفتن در دنقره و همین ها مجازات شد؟ یعنی که همین نقش امردین نقش نشد. چرا؟ چون که خشت ما هزارها جنایت فریدونی نبرد 4 نفر از زد کشت بچه آزاده مجازات نشد. رستم چقدر دخترکو را کشت، چقدر قتل کشتارهای معین دارد مگر مجازات شد؟ مجازات نشد. و همه اینها دلالت بر حفظ و حمایه سرقانون از طرف امام رحمانوف میکند، یا اینکه این همه عملهایی که ما گفتیم دلالت و نشانگر آن هستند که امام رحمانوف اصلا کفیل قانون نیست، بلکه درنده است که هر ماده‌ای که در قانون هست اونها را پایمال میکند، تنها تطبیق اونها برای مردم عادی، برای مردم کمبغل، برای مردمی که اونها یعنی که بشورت در یک وضعیت بد زندگانی داره، حتما باید چیکار کند؟ با یک وضع بده اونا یعنی که به همین حالت و به همین وضعیت باید بیارد درست. پس این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر رعایت نشدن، بر حمایت نکردن سرقانون کشور از طرف رحمانوف. پس چگونه ما و شما اعتماد داریم که رحمانوف سرقانون کشور حمایت و اون رعایت و طبق اون عمل و سرقانون کشور مورد حمایت امام رحمانوف قرار میگیرد؟ این ملت و این مردم دیگر اصول هستند که ما پیشگویی داریم چون رحمانوف و حمایت نشود یعنی که سرقانون کشور و هیچ جنایتی انجام نمیکنه. مثلا ما خرسند میشیم که دیسک کلوبا برهم میخورن، یعنی که برهم خوردن دیگر کار میشود. هدف از این برهم خوردن ها زیر نظارت محب نامرد باش و زنده باش در آمدن
یعنی که همین دیسکاپلوبا بود. قرار دیسکاپلوب که نزدیکی نوار یعنی کنار محب نامرداش و زنده باش نشر می شود که میبینید. یعنی هدف از بسته شدن 17 تا دیسکوتیک‌ها در دوشنبه به خاطر پول نیروز در اطاعت محب نامرداش و زنده باش تمام دیسکوتیک‌های در کرپسیون بودگی هست. یعنی این یک چیزی است که اول معناش میکنه، بعد اون میگیره قانونی در دستی یک نفر از افراد عائلش قرار میده. دلالت بر آن میکنه که دیگه شخص در یک شاعر داره که مثلا یک گوسفند که میروه دهن گر خلاصش میکنه، وقتی که دهن گر خلاص میکنه میورش، بعد میگه آنگاه کار بر حلقش بدولید، یعنی که دهن گر گوسفند خلاص کرده بود خورشه را گرفت در حلقش بمونون فکر بکش بشه که گوسفند که خوردنیه که میگه گفت که اوکی چوتی امروز من ای چنگالی همون گر خلاص کردی، میگه خیلی گرگ میخوردم، خیلی گرگ میخوردم تو من خلاص کردم، فکر کردم یعنی که او من حمایت میکنی، من نفهمیدم که همون گرگ من تو دسته، یعنی که چنگال گرگ من خلاص کردیش او آوردی خودت من خوردنیش فایده داره برای من که تو من از چنگال گرگ خلاص کردی، تو من از چی خلاص کردی. یعنی این یگان معنا برای من ندارد، پس من میفهمم که همون گرگ من توی. ولی این ملت باید بدانند که رول و قانون حمایت نمی کردگی و شخصی که قانون اطاعت نمیکننده همه رحمان و فضل و هیچ وقت کفیلی در قانون این کشور نمیتوند باشد. پس این ملت و این مردم باید با وضوح آشکارا بدانند و بفهمند که امام رحمان امکان ندارد که کفیل سرقانون و حمایت کننده سرقانون کشور برای شهروند این کشور باشد. چرا؟ چون که امام رحمان شخصی نیست که اون حمایت قانون یعنی که بتواند کرده و اون برای ما و شما عمل کردهای انجام دهد، اون به منفعت این ملت و به منفعت این مردم بتواند باشد. پس ما و شما یگانه راهی که داریم اون چی است؟ اون یعنی که این کثیفی بدگاه را از این مقام و از این وظیفه‌ای که فعلا او دارد باید که این ملت به شکل او را کنار کند تا اینکه تواند شخصی که کفیل قانون و امکان حمایت آن چیزی که در قانون کشور در سرقانون کشور آمده است و اون عمل کند. در غیر این صورت وضعیت ما و شما باور کنید نه با اون شکلی که یعنی که ما و شما فکر داریم که آینده خوبه داریم، ما اینا نمیبینم و من با وضوح میتونم گفته که این کار یعنی که عاقبت خوبه ندارد. بقای رحمان در قدرت هر چقدر که رحمان در قدرت بیستد همان قدر برای ما و تو برای آینده این ملت و وزمین ترین وضعیت و حالت ها ادامه کردن حال ما و تو از هیچ تغییرات صورت نمیگیرد و امکان ندارد که وضع ما و تو یعنی که بهبود بخشد، وضع ما و تو به خوبی انجام دهد. خوب در قضیه حمایت نشدن و کفیل سرقانون نبودن رحمانوف و رعایت نکردن بندهای این صدبی سرقانون کشور دلالت بر آن می‌کند که رحمانوف شخصی نیست که حمایتگری این قانون و حمایتگری این یعنی که قانونی که برای ملت میتواند یعنی احوالی بیارد نیست. و این قانون ما در مورد سرقانون کشور چیزی نیستیم. مثلا همین ماده 307 که هزارها آدم از زندانی کرده است، این برای اون نیست که یعنی لوگو سابقه برای زندانش که این فقط همین یعنی که با منفعت خودشان حل کردن همین قضیه است. دیگه در قضیه یگان وضعیت دیگری وجود ندارد. ما چقدر قانون‌هایی که در همون یعنی که کدکس جنایی وجود دارد رحمان و همون را با همین ماده 307 دولت جدید ما که باشد همین ماده 307 میسته ولی میبینیش میخندید، ولی همین ملت میبینند همین ماده 307 بود میخندند این چی ماده بوده است. وقتی ماده 307 با شخص زده میشود یعنی واقعا یک شخصی که اون جنایت کند اون بازید یا یک آدم پرزیدنت آینده محمد اقبال یا آدم بازید محمد اقبال گپ زد باید او 307 ماده ماده تروریسم ماده خواهی نزد شود
با دولت این ملت یعنی خیانت کرده است. اقبال یعنی نوفی زمین پریزیدنت شده است. بعد وقتی که آدم انتقالش کرد باید با مود 307 بزنیم و زندانیش کنیم. همین است. همین باید در یک کدام بفهمه در یاد بگیرید که انا همین کارهایی که رحمانوف انجام داده است ماده ها مشکل نداره. مشکل در رحمانوف است، مشکل در سعودی ها است، مشکل در یعنی که امرها و فرمانهای رحمانوف است. باور کنید در قضیه سعودی ها هر روز برای ما معلومات ها در قضیه سعودی ها میرسند. والله قسم از سعودی هایی که مثلا در تکروبی وقت قربان گرفته دیگه که بیا که یکون کار کرده شان شرفش نمی و انا فلان انا بهمدان انا ایخیل اگه اون نفرم پراکروری که تو کار کرده سن من نمیدونم که پراکروری تو مملکت ملت مردم کار میکنن یا نمیکنن. خب پراکروری ملت قربان ببینیم که ملت شخصانه که ناو گرفتی موندش ایش کم میکنن یا اینکه بعضی از سعودیه و سعودیه چاکورا گرفتی باز کردی بعضی از افراد. یعنی اینها فکر مشکل در اینها فرمان نیست، مشکل در فرمان غلط رحمانوف است. مشکل این ملت، مشکل قوای قضایی این دولت این ملت در دوشی فرمان غلط رحمانوف است. شما یک کار کنید که همین آدم زندانی شود. انا همین از بدبختی حمایت نشدن قانون یا سرقانون. وقتی که در کشوری که ادوکات نیاز به ادوکات دارد دیگر ما چی گفته بتونیم در قضیه اون نفر؟ یک دولتی که ادوکات نیاز به ادوکات دارد، یک کشوری که محامی یا حمایت کننده یک شخصی که خوب به هر شکل گویا که جنایت کرده است اون نیاز به ادوکات داشته باشه. یگانه دولت است که ادوکات ندارد. روسیه به همون دولتی که باز هم چیک خیلی هست ادوکات مورد احترام قرار دارد. ادوکات به شکل یعنی که کارهاش 60-70% میتونه پیش بره ادوکات. یعنی ادوکات به هر شکل آزاد است در بسیاری از کارهاش. اگر همین نوع قانون‌های جنگی و قانون‌های در وقت جنگی است که مشکلات امکانی وجود داشته باشد، ولی در تاجیکستان امکان ندارد که یعنی که ادوکات آزاد باشه و بتونه ادوکات حتی در سود زیر یعنی که حمایت کنندش نمیونه اشتراک کنه. میگه فلان باشه در سود اشتراک میکنی، اگر بیرون برو دیگه زدی فلان میکنیم. یا که ما ادوکات همین آدم باید ما اینا حمایت کنیم، باید گپای را برورم در بیرون در پیش کشت برو مشکل سیر دولتی است. سیر دولتی چه؟ این فقط زن رحمان و حقارت کرده. سیر دولتی این سیر دولتی نیست. عزیز ما را حقارت کردن که سیر دولتی است. زن رستم حقارت کردن که سیر دولتی است. نه همین چیکاره که شما تجاوز میکنید مردم سیر دولتی نیست. همین زن رستم و زن رحمان و عزیز ما را حقارت کردن، زن سامان حقارت کردن یا انگار شدن سیر دولتی نیست. فقط همین قبوله که باید کشور ملت قطعی زن رستم قطعی زن شورخ زن یعنی که بخچه و زن یتیم و یگان قبل نگه تمام. ما ولی وقتی که گفتیم جوش سیر دولتیه، جوش سیر دولتی است که یه آدم نزدش دو قرار برن دیگه که ادوکات پیش میره میگه این سیر دولتی است. سیر دولتی باید فوش نشه. این ما چی سیر دولتی داریم؟ این معنی محکمه زیری تدابیر شدید امنیتی و زیری اینکه پشته باید باشه، یعنی زکتی باید باشه. آشکار محکوم نکنید. ما اقبال صدر دیم شما را با ماده فلانی با کدام جرم؟ با جرم این که پیشوای ملت امام علی رحمان و فلاتیا و گفته تور مریم رسوخته در بگیره انا برای تحقیق این ماده فلان شما را به خاطر اینکه عزیزمایی گازت خنک مون کردید، ولی او عزیزما اسدالله وای یا سعدالله وای و اما خاطر با شما را با انا این ماده شما گفته که رستمی گرچی و رستمی گنگک و رستمی فلانی و همون خاطر رئیس پارلمان کشور و رئیس شهر دوشنبه را یعنی که چون گفته با این ماده شما رو محکوم میکنیم. همین آشکارا گفته نمیتونن و همین زیری یعنی که چی میگن زیری درهای بسته محکوم کنن. من بعد از اون دیگه که خلاص دیگه ادوکات میگن گپ نزن یگان گپ نگو خلاص این فلانی بود کرده بعد 29 سال از آزادی محروم شد. بعد دستور گفتیم روتوسیا با سود ما برای تأخیر کردن سوریه و پس زدن شان و شرف سوریه باز 5 سال دیگه ادامه یعنی که محکوم کرده شد. هر اکو پاجیز دینی باید تو برای زندان بشیم. این است یعنی یک اقتباسی عادی از محکوم شونده هایی که پشتی یعنی که زیری حکم های محکمه های غیر عادلانه رحمان محکوم میشوند پشت درهای بسته گویا که اونها در اونها سیر نهفته است و این محکومیت دارای سیر هست، در حالی که گپی که محمد اقبال آشکارا در برنامه‌اش گفته است یعنی سیر نیست.
رحمانوف گفتن جنایتکار سیر نیست. رحمانوف گفتن که تو دزدی سیر نیست. عزیزمو گازت خونک مریم گورسوفتا گفتن عزیزمو فلانی اوزاده فلانی خیلی است تخمینه کلیوپاترا فلانی اینو کجاش سیری دولتیان که باید با زری یعنی که درهای بسته باید که من محکوم شد، در حالی که همون خیلی هستن و من اوزاده خیلی است گفتم خیلی است خیلی است پس و من گفتم تخمینه کلیوپاترا نیست. کلیوپاترا عزیزمو گازت خونک میگم عزیزمو گازت خونک نیست. عزیزمو گازت خونک یعنی که چی را گفتم که من نیست همون خیلی همین اورا خطون میدونه همتون میدونه که همین خیلی همین تخمینه را میدونه شکله اوزاده را خطون میدونه شکله خطون میدونه که پروینه شکله خطون میدونه روشنا شکله خطون میدونه فرزانه شکله خطون میدونه عزیز مشکو میکنه خطون میدونه که مثلا رستم یگان با گفتم یگان گپی که یعنی که تهمتش کردگی باشم نه حاشا لله من حق ندارم و امکان ندارد که یعنی که الذين يرمون المؤمنات المحسنات هیچ کس حق ندارد که زن مؤمنه محسنه را تحقیر کنه با زنا. ولی وقتی که من میدونم که اینو یک افرادی هستن که فاحشه هستن یعنی که اینو فاحشه هستن همون خاطر گپی گفتم کجا داره سیر دولتی وجود داره اگه سیر دولت نیست دوستان گرچک میگم کجا سیر دولتیه اگه سیر دولتی در اینجا نهفته نیست. پس پشت درهای بسته محکوم شدن به حکم آیا این از روی عدل از روی قانونی یعنی که کد جنایتی جمهوری تاجیکستان هرگز نه. چرا؟ چون که نمیخواهند ندارن دیگر عیب نامه که عیب برای افرادی که اونها آشکارگو هستند دیگر ندارند یعنی که ماده و حکم که اونها محکوم به زندان کنند. در حالی که یعنی که من همیگه با گفتستم باید مواد بود صدادی من خدمت هم کسگره نه یعنی برده شود محکوم به زندان شود برای نمیگه پوش من دیگه گناه ندارم. ای ملت ای مردم من دیگه گناه ندارم. گناهی من امین است که واقعیت ها را گفتم نوشتم براتون رساندم براتون کار کردم براتون کار کردم براتون گفتم براتون هر چی امکان دارد انجام دادم. دیگر من جنایت نکردم. من یگان جنایتکار نیستم. من یگان آدمی نیستم که یگان جنایت قادر باشم به انجام دادنش. پس برای چی باید من محکوم به زندان به ابد شم و با زیر میله‌های بسته و زیر درهای بسته محکمه و دادگاه و ادوکات من حقوق بیرون برآوردن حکم من به بیرون ندارد. چرا؟ چون که اون میدونن که اون ماده ها تماما به منفعتی یعنی که به اون سکتور من به ضرر حکم کردن اونها به منفعتی من هستند. امکان ندارد اینها را یعنی که آشکار کردن. اما خاطر باید ادوکات من تماما خبر گپ نزنه و بگن که این درهای بسته شد تا محمد صدرالدین داننده سر دولتی بود. داننده میدونید که عزیزمو چی میخورد میدونن که زوده چی میخورد میدونن که قدمش کم میکرد و اون سر دولتی داشت. آیا نمیه ببخشید زویراجین همون اینای زنی پای زناتون سر دولتی یعنی اینکه شما سر دولتی را در هم جمع میدونید سر دولتی در دیگه جمع نمیسته یا اینکه فقط اون سر دولتی در همون کجای همون که آزاده و در جای عزیزمو و در جای زن رستم و در جای یعنی که پروینه و روشنا و در همیان یعنی که سیر دولتی در همجا میشن سیر دولتی نیستن اینا رگون خیلی سیر دولتی نگه اینا سیر دولتی نیستن. تحریر امام علی پشت درهای بسته برای سیر دولتی است. پیر محمدزاده زندانی میشود پشت درهای بسته سیر دولتی است. فلانیش پشت درهای بسته زندانی میشود برای اینکه سیر دولتی است. اینو دولت به چی میکند؟ اینو از چی میگویند؟ این همی گپ چی معنی دارد؟ معنی این گپ همی است که یک دولتی است که تماما رعایت حقوق بشر و قانون اساسی کشور اصلا حمایت و حفاظت و زیر سرپرستی او قرار ندارد و قانون اساسی کشور تدنیس از زیر پا شده است و هیچ یعنی که اولویت و برتریت در اون قانون دیگر ندارد. میتونه بگیم که قانون اساسی کشور پایمال شده است و غیر قابل تصور است که اون یعنی که حمایت و رعایت شود یعنی واقعا درست همون کار شده است. پس ملت مردم باید بفهمند سرقانون تجاوز شده قانون اساسی کشور اسیر و در اساس یک نفر رحمانوف و افراد دیگری یعنی
که خوب اخلاق روز سرارو قرار دارم که اینها هم مشام انا همین تجاوز کنندگان و تدنیس کننده انا همین سرقانون کشور است و رحمانوف هیچ وقت سرقانون کشور اطاعت نکرده است. رحمانوف هیچ وقت اطاعت کننده سرقانون کشور هم نیست. پس ما از آغاز پیدایش قانون تا امروز براتون گفتیم که قانون از کجا پیدا شد، چگونه آمد، و واقعا هم سرقانون کشور یکی از قانون‌های یعنی بهترین قانون هاست. هیچ مشکلی در اون وجود ندارد. مشکل در فهم و درکی رحمانوفی پدر لعنت کرده الله مادر به خطا رفته گوری مریم میگیره است. از قانون هیچ مشکلی ندارد. ماده 307 یگان مشکل ندارد. ماده 307 افرادی که با چنین عملها انجام میدن ولی یا آدمی که محمد یعقوب صحبت کرده است یا آدم گشت یعنی که عزیزهای گازیتخانه 307 بزنید، یا آدم گشت گفت که یک گپ گفت که خب دیگر اون کجاش با ماده 307 اکستریمیست تروریسم ارتباط دارد؟ یگان ارتباطی ندارد. این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکنه که یعنی که قانون کشور و قانون‌های جزاور که در تاجیکستان یعنی که کفیلش رحمانوف است، اون وظیفه امامی و وظیفه یعنی که برای همون است، یعنی که این وظیفه پرزیدنتی حمایت کنه و کفیل سر قانون است و کفیل رعایتی همه بندهای اوست. پس کاملا رحمانوف عمل ندارد و فاقد صلاحیت است و ما نمیتوانیم بگیم که قانونی سر قانون کشور ما شده و چنانه که قرآن ما محفوظ است. اگر چند رحمانوف خچه بشه ولی قرآن ما محفوظ است، الله خودش وعده به حفظ اون داده، ولی سر قانون کشور رحمانوف که کفیل او هست خودش رعایت نمیکنه. سر قانون رعایت کنه، باید امیرالدین نقش‌ها زندان کنه، باید امیرالله رو باید بالا زندان کنه، اخلاق خچنی بچه‌ش از زندان کنه. ما ببینیم که یعنی واقعا رحمانوف اون طور انجام داده است دیگه خشتاوش ترسن دیگه دزدی نمیکنه. شرکتی یعنی تشکیل میکنه برای افرادی که فرق میدزدن در حالی که بر دزدای اساسی اولای خطر. چگونه شما میتونید که در این قضیه یعنی که واقعا هم دروغ نگفته یکی همین کار نمیشه است. انا این است بدبختی، انا این است بدبختی. و اگر در یعنی که برنامه اخبار آزادی و دیگر خبرگزاری ها اهمیت و دقت میشه، نامه سرکشاده به دونالد ترامپ نوشته بودیم در مورد اینکه اموال رحمانوف یعنی که در سفر امریکا قرار دارد 5+1 یعنی که در آسیای مرکزی با شمول ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان در امریکا شرکت دارند روز 6 و 7 که با دونالد ترامپ. اما از دونالد ترامپ که سه حرکت سیاسی طلب نمودیم که چی باید در قضیه زندانی های سیاسی چنانه که تشبسه که بلاروسیا یعنی که انجام داد همین ترامپ انجام داد آزاد کردن زندانی در تاجیکستان هم همین کار انجام کرد. ولی میبینیم که واقعا هم وقتی که من بعضی وقت گپ میزنم بعضی میگن که نه و این شخص است ولو میخوام نظر ملت مردم در همین قضیه باید که دقت جدی بود. یعنی اون چی است؟ رحمانوف با مانند سایر پرزیدنتان دیگر آسیای مرکزی در واشنگتن قرار دارد. درست است. گپ زدنی این سودش رو دیده یکون کپی نیست. گپ زدنی یعنی که پرزیدنت ازبکستان دیدی یعنی چگونه گپ زد چی گفت یعنی که میرزیویف یعنی دقیقه شما کاری کردید که پرزیدنت دیگری امریکایی نکرده بود. کاری تو بسیار کاری خوب بود. دونالد ترامپ است. پرزیدنت قزاقستان شرطنامه $1 میلیارد و خوب دیگر بعضی از کارهایی را که باید انجام کرد حتی در بسیاری از شرطنامه‌های اشتراک کند یعنی توقیف میتیم. تاجیکستان چی شرطنامه کرد میدونید؟ تاجیکستان چی گفت که گفت که من امو
جلوش سامالیو تو را حسن گفته است که چند تا سامالیو دیگه برای سومون ای را باید گیریم بریم بوینگ 737 اون التماس سرک چند تا سامالیو بوینگ 737 باید گیریم بریم برای حسن رسیدگی حسن شکربا دامو حسن دادن در کره سامالیو تو التماس که دونالد ترامپ سامالیو تو را کنیم که با یعنی که سومون ای این یکم گپش بود بعد این گپش سرما داریم مثلا سرما را یک کار میگم رحمان فعلا یا بار میره پیریخ یا سرما میگو یا بار دیگه میره استری قاورد میگو یا خدا داده رو سرما را توی تبدیلی گرفتن یعنی به هر شکل کار دارن به هر شکل ای طرف با خیلی فوترسن ایست با افغانستان ایست با که امریکا خاطر با کسر کم یا مثلا سرما گیب بارش پوتین افتا سرما باش بیرش پناه نمیدونم چی معنی دارن این نمیدونم معنی دارن رحمانوف کیه و دیگر مسئله کی بود اون کس برای مسئله امنیتی گرفت نظر نه قفان کرفان پوتین ای فانکری هم بیدوشه در این تو راست افغانسی میگفت راست افغانسی انا که با کی فانکانیه ترامپ فانکانیه مسئله امنیتی رو باید بزنیم رحمان جو که بود الله هم نمیدونم آدم دستش میگه ای خدایا میمارند امنیتی بیا امضا کنیم این پدر نهلت بسیار به ایمونه اوخی نخو میمارند می امنیتی به امریکا برای چین سوچی یکی همین تو هدف از ما سوید امنیتی افغانستان رو میدونم تولی با خود جورشن یکم پرابلیم من نداره با اونو چی کار کردنی؟ همین یکو قذاق نگفت قذاز نگفت ترکمان نگفت هم ترکمان ای ترکاندی مرز داره همون ترکمان مرز داره با همون طالبا نگفتش بکم مرز داره نگفتش چون تو همیشه مسئله امنیتی باید که اپسانه کدمه چکار کردنیه رحمان فکر فکر داره کدمه چکار کردنیه ترسیده سه مقصد سختر زدگی اما خودش باید مسئله سرما را مسئله امنیتی باید گپ میزنیم اینه میه یگان گپ رحمان یگان جانه داره چوب لعنتی حیوانی ولد زینایی یگان چیز از دستش نمیاد نه کفیل سرقانونه نه حمایتگر سرقانونه نه با سرقانون این کشور خدمت میتوند بکند هیچ کار نمیکند رحمانوف چرا؟ هدف و مقصدش ظلم و شکنجه کردن این ملت است غیر از این دیگر کار رحمانوف ندارد پس شما هیچ وقت رحمانوف کفیلی یعنی که حمایت سرقانون ندانه و دانستن این کار حمایت است چرا؟ چون امکان ندارد که یک شخص جنایتکار کفیل سرقانون باشد پس دیدیم که در امریکا نه فقط در اونجا کشکور را ظلم دارن پرابلم رفته است یک کلمه گپ نمیتونه بگه فقط گپش برای چی است به خاطر امنیتی که افغانستان که مشرک بخواد پنچه کروش یگان پرو نکرد افتاده پدن حالا دیگه یگان گپ دیگه نداره ولی کارش فقط یگان راهی دیگه رحمان جز از شیطنت بدمایوسی و بدبختی نداره سرما سرما را دیگه بخرد گیبرر ترامپ و دیمش باید که مسئله قضیه یعنی سامالیاتوی بوینگ 737 برای شرکت حسن پلیز یاد کن در کره و دیگرش قضیه که امنیت یا دوم کاری دیگر جز همین ندارم فقط رحمانوف پدرغلط خوش امنیتیه یعنی خوب ملو امنیتی و یکون چیزی دیگر غیر از امنیتی ندارم که این هم نشد علالت برچی میکنن در یعنی که قریب و شکستی رژیمی رحمانوف میکنن تو بیننده عزیز گرامی با هر شکلی که بود نبود الحمدلله برنامه مونه اینجا با پایان منظور که اولش پایان رسید یعنی که هر چیزی که بود گفتیم در قضیه های یعنی که اون چیزی که مربوط به ملت و مردم است گفتیم و این وضعیت و حالت های دیگری زیادی در اختیار داریم یعنی که معلومات های مثلا چیزای زیادی نسبت به مثلا دیگر عملکردهای اون چیزی که در کشور میگذرد الحمدلله برای ما میرسد در این یگان
یعنی که چیزی وجود ندارد. اما یگانه چیزی که برای ما مهم است انا همین یعنی نوع کفایه بودنی یک شخصی که خودش کفیلی یعنی که امنیت و کفیلی سرقانون میداند، در حالی که هیچ خدمت به این سرقانون، هیچ خدمت به این یعنی که ملت مردم ندارد و حالا هم دروغ میگد. ولی کارش فقط به خاطر یعنی در قضیه امنیتی من قطعی صحبت دارم. در قضیه بوینگ باید برای مسئله یعنی که اویلما در مسئله حسن اشکانبه سومون ایر باید باشه، مسئله سرما که اونم مسئله اویله است. اون قضیه همه کاری که سفر رحمانوف به امریکا فقط تنها به خاطر منفعت اویله خودش بود. یعنی رحمانوف یگان کاری در این سفرش برای عمومی ملت منفعت نداشت. سومون ایر همی برای ترا چی فایده داره؟ سوال آیا بلیت ارزان میشود؟ آیا لادرونی سومون ایر همون تخمینه همون شکای تامینش میکنه یک چیزی پنک زمین زدگی را میمونه میخریش هم با فایده تعیین سرما در فلان عزیز ما و رستم زن رستم همین چی فایده داره برای همین ملت، برای همین مردم؟ اون فایده نداره. درست مثلا امنیتی برای من چی فایده داره؟ اون فایده نداره. پس همین سفر رحمان برای ما چی فایده داشت؟ هیچ فایده نداشت. برای چی؟ به خاطر اینکه تنها و تنها برای منفعتی اویله خودش رفته است. و ما اون چیزی که طلب کردیم در مورد زندانی ها امیدواریم که ترامپ میرسانش و قضیه را میبینن. در غیر این صورت امکان ندارد که یعنی که این قضیه نیست که دیگر مردم و ملت از آن آگاه نباشند. خب بله. خوب بیننده عزیز و گرامی، وضعیت و حالت واقعا به همین شکل و به همین یعنی که نوع ادامه دارد. البته در قضیه همه آن چیزی که در آلمان یعنی که میگذرد برای ما معلومات های گوناگونی هم یعنی میرسند و ما در قضیه های دیگری که از آلمان میرسد در مورد سفیر، در مورد کنسول، در مورد امید، خب در مورد بعضی بزغالاهاش معلومات زیادی میرسند به ما که در این یگان شک و شبهه نیست. و الحمدلله بعضی حالت‌های میشوند که بعضی وقتها شهادت بعضی از برادران علت و سبب میگردد که بعضی از بزهایی که در آلمان بودند و آشکارا دیگر دعوت میکردند که به تاجیکستان مردم بروند، دیگر نمیتونند آشکارا مردم به تاجیکستان دعوت کنند. چرا؟ چون که کشتن روان کردن یعنی که برای در تاجیکستان که برای میکشند، یعنی ایش معلوم است. پس این کاری که انجام شد در یعنی که تاجیکستان با سید اعظم، این یعنی که خیلی تأثیری منفی و بده برای یعنی که بزغالاهایی که در آلمان بودن رساندگی است. چرا؟ چون که وقتی که اینها این گپ اعلان میکنند، گپ میزنند که مثلا بیاید تاجیکستان بره پاسپورت بگیره بیاره، یعنی همه قضیه را نمیتونن دیگه اعلان کرده، به خاطر که یعنی میفهمند که کاری که دروغ است و کاری که یعنی که شیطنت است. اون چیزی که دروغ هست در حال آشکار می شود، اون چیزی که شیطنت است در حال آشکار می شود، اون چیزی که اون یعنی که میتوند که یعنی که به وضعیت به شکل یعنی که کارش انجام بتید، پس یعنی که اون تغییر میخورد. امکان ندارد که هیچ چیزی یعنی بدونی چی میگن بدونی عمل کرده که انسان انجام میتید بدون جواب باشد. هیچ چیزی در دنیا بدون پاسخ و بدون یعنی که جواب نمیتوند باشد. بدون جواب امکانی شدن آن وجود ندارد. پس ما و شما باید چیکار کنیم؟ قضیه را تنها و تنها باید که بله خب ما و شما تنها و تنها باید فهمیش و وعی سیاسیمون بیشتر شود. فهمیش و وعی سیاسی ما چگونه بیشتر میتوند باشد؟ یعنی ما قضیه را باید دیگر ببینیم. همین رحمانوف رفت باید نگاه کنی چیکار کرده است، اویلش خودش
پس دیگر صبر کردنی من تو در این قضیه امکان ندارد که یعنی که به منفعت ما تو باشد. این همین گفته هستیم آشکارا همین آزادی رمان همین گپایی که من گفته هستم نشنویدی شو بگو که نه این گپ دروغ میگه. همیشه میگه یعنی که رحمانوف گفته است برای سرما، برای دیم مسئله یعنی که بوینگ، مسئله دیگرش مسئله امنیتی. که اگه اون گپ دیگه نیست اوجه تمام، اگه اون گپ خبر دیگه نیست. پس چی فایده داشت همین سفر رحمانوف؟ یعنی که مثلا منفعتی که برای این ملت و برای مردم سرماش به تو فایده داره نداره. یعنی که مثلا امنیت و دروغه، یعنی که هدفش چیکار کنم که همین قدرت بسیم که نه یعنی چیکاریم نکنن گفته برای همین قیس اوزو یعنی که رستم جانش خیلی برون قدرت مونم همه همین ها. یعنی که هدف چی است؟ هدف شیطنت و هدف باقی موندن در قدرت است که ان شاء الله هر کسی که یعنی که من عاش فی شیء مات فیه، هر کسی که در چیز زندگی کنه در همون چیز میمره. میتونه در مبارزه زندگی کنه در مبارزه میبری و فکر که در پیش خداوند مبارز محشور شه انا اجریت ها، یعنی که خرسان میشه که در مقابل یک پلیدی کثیفی مادر به خطا رفته ابله من مبارزه بردم الحمدلله الله کشتم این خستم یک چه شرفه. ولی تو چاپلوس باشی و هم تا چاپلوس زندگانی کنی و هم تا چاپلوس خداوند بخزونه چخله او باور که چاپلوسا تو فرق نداره. چاپلوس است همین، یعنی که مقعدلس تو برادر متحابان فی الله از چاپلوس فرق داره. یعنی که دو برادره که 100 برادر 1000 برادره که یکدیگرشون به خاطر خدا دوست می‌دارد، اونها زیر عرش الله روزه که یعنی که هیچ سایه نیست جز سایه عرش او میخیزند. در این هیچ شکی نیست. متحابون دوست می‌داشتگی افراد یکدیگرش به خاطر خدا. تو بد می‌بینی به خاطر خدا بد ببین، دوست می‌داری به خاطر خدا دوست بدار، در این هیچ مشکلی نداری. ولی چاپلوس فرق دارد. چاپلوس از شخصی که اون یعنی که دوست می‌دارد یکدیگرش به خاطر خدا، یعنی که اون فرق کننده است. فکر که خداوند را چاپلوس کونلس بخیزاند من عاش فی شیء مات فیه. چاپلوس فرق ندارد. چاپلوس کیه چی است، کجا را میلسه، کی را میلسه، چه خیلی میلسه، زوناش خیلی میبره میلسه، او فرق نداره. چاپلوسه. یعنی که چاپلوس میخزیته، یا اینکه مرد میخزی یا چاپلوس میخزی. یعنی دوست داشتن، حمایت کردن، احترام کردن این جای خودش داره، ولی چاپلوسی جای خودش داره. چاپلوسی تو چاپلوس میخزی. این فکر نکنی که تو چاپلوسی یعنی که رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. یعنی که این مسئله نیست که تو در دنیا حقیقت کور بودی ندیدی. الله سبحانه و تعالی وقتی که انسان میخواد در روز قیامت کور و میگه خدا من تو شو کور آفریدی، من کور نبودم در دنیا. میگه در دنیا آیات های ما آمد به تو ندیدیشون، انا که امروز ما تو ندیدیسم نمیفورم ببینم. همون خاطر یعنی که چاپلوس بودن کاری یعنی که مردان نیست. مرد واقعیت همه فهم قبول میکنه، در غیر این صورت قبول نمیتونه کرده هیچ چیزه. پس نباید که غلط بفهمید، پس نباید که یعنی که اون چیزی که میگذرد از اون بیرون بشه. خب در مسئله بزها معلومات واقعا زیاد رسیده است. کارهایی که امید کرده است، کارهایی که دیگرش کرده است، همه معلومات در مسئله علم رسیده است. یعنی بزا میتونیم بگیم که الحمدلله این قضیه سید اعظم ضررشون تمام شد، با ضررشون بود و این با فایدهشون نمیدونیم. یعنی بزا به یک شکل یعنی که نیمکلا شکست شدگیان، نیمکلا شکست از دیگه که دیگه نمیخواهن با سفارت بروان همکاری کنن، یعنی که با سفارت همکاری کردنشون نمیخوان. برای چی؟ به خاطر اینکه فهمیدن که دروغ میگن، فهمیدن که سفیر ممکن دروغ نمیگه، مقصد آیو رو وعدش میکنن یا کنسول، ولی رحمانوف دروغ میگه، ولی پدنالتی یعنی که اس بخوف دروغ میگه، پدنالتی بقچه دروغ میگه، این وزیر دزد غارتگرا و اینا دروغ میگن. یعنی دروغگویی در اینا هست، در دروغ دیگر یعنی که نیسته. و همون خاطر باید این ملت مردم خوب بفهمند که قضیه دیگه قضیه عادی نیست که در قضیه شما به شکل عادی احساسش کنی و عادی بفهمیش. خوب انشاءالله که قضیه آلمان هم این دعوت کرده هستن روز 16
برای چی؟ به خاطر اینکه خب با برنامه داریم تا او وقته نوزیه کرامتلو می اومده است. خوب دیگه بچه ها ان شاء الله که روی میکنیم، یک تا افرادی که هستن اشتراک میکنن، ما میفهمیم که یعنی که کیها بودند، چی خیل بودند، چی کار کردند، چی کارها کرده ایستند. یعنی رحمانوف نزدیک اومدگی سقوطش و چپشوی رحمانوف نزدیک اومدگی. پس یعنی که این قضیه گفت گپات معینه دیگه، هیچ شکی نیست که یعنی که دیگر مشهور معلوم نباشد برای همه. و این قضیه گفت گپا، این قضیه که ما یعنی که صحبت داریم در قضیه بزها و بزغاله ها، یعنی که قضیه دقیقی هستند که برای ما رسیده هستند. من بتونم حدود نیم ساعت صحبت کنم در نام با نام هر یک بزغاله، یعنی ایش فلان کرد، ایش ای گفت، ایش ایتری کرد، ایش به شکل کرد، انا این مسئله را یعنی که این خیلی کردن، او خیلی کردن، ولی برای ما دیگه مهم نیستن. اونها مهم هستن، منظور که ما در وقتی معینش کار معینمون انجام داده استیم، ولی اینکه دیگر همه ایشو را انجام بدیم و گپ زنیم، یعنی که اینا ما فکر نمیکنیم که یعنی که با منفعت باشن، چون که ما بگذاریم یک کمتر کار کنن، چون فکر کنن که یگان گپ نیست. بعد آشکارا دیگه بزغاله را همشه نام فامیلیش نوشتهش دیگه یعنی که کارمون در بارشون میکنیم. در قضیه تلفن الحمدلله بله کاری مسئله تلفن ها کاملا بود شد الحمدلله، که همه اون برادرایی که براشون باید میرسید تقریبا رسید. 4 دانه اخیر موندگی است، پولش موندگی نیست، یعنی کارتانش دیگه رسیدنش موندگی که انشالله باید برسن. یعنی که امیدوارم که انشالله این کارم یعنی که به خوبی انجام می شود و اینها همش یعنی که کارهای هستند که برای مبارزه الحمدلله بهترین کارها را بچه ها انجام دادید. الله برکتتون بده، چی برادرایی در امریکا بوده، چی در روسیه بوده، چی مهاجران عادی، چی افراد دیگری که در قضیه ها کارتون انجام دادید. الله برکت و الله در زندگیتان بهترین روزگار و خوشی ها را نصیب و عنایت کند ان شاء الله. که ما کارمون انجام داده ایم و آنچه که از ما یعنی که باید انجام گیرد ما الحمدلله که کارمون انجام داده ایم. در قضیه مبلغی که برای دوشنبه باید روان میکردیم تا به حال هم 350,000 باقی مونده است. یگان گپ در هفته گذشتگی در مسئله مبلغ 350,000 هیچ گپ نشد، 650,000 بود، 350,000 باقی موندگی است. یعنی که باید که همین قضیه را به شکل باید انجام بدیم. اینترنت که یک نفری را بتیم، میتونه 5 نفر بتیش، میتونه 35,000 10 نفر بتیش، اون مهم نیست. مهم یعنی که باید ما کارمون انجام بدیم و این مسائل مهمی هست که یعنی که این باید کارمون انجام شد. 350,000 روبل باقی موندگی در این قضیه. و در قضیه های دیگری که یعنی که هست معاش بچهای سال ماه اکتبر، یعنی که فعلا اینا یک نفر شب یعنی که پرداخت کرده ایستیم، یک نفر شب و 4 نفر دیگرش کاملا باقی موندگی. مثلا هر کسی که برادرانی که امکان انجام کار دادن داشته باشد، پس یعنی که برای پرداخت کردن معاشان برای افرادی که در اصلاح کار میکنن سهم خودتان بگذارید. مثلا یک نفرش 60,000 یک روبل، منظور با روبل حساب کنید، یک نفرش 80,000 است، یک نفرش 60,000 است، یک نفرش مثلا 90,000 است. این همین شکل هستن. مثلا پرداخت معاشان را باید که ما انجام بدیم. خوب یعنی که دیگر کنار زدن و کنار ایستادن بدانید که الله میپرسدتان. الله حتما میپرسد چیکار کردی در مقابل رحمان و فی ظالم، وقتی دیدی ظلمت کرد، وقتی دیدی ستمت کرد، وقتی فرار کردی، وقتی هجرت کردی، وقتی الله برات نعمت داد چیکار کردی؟ هیچ کار نکردم. چرا؟ چون که یعنی که ما خیلی دیگه گفتیم که کار برام تریه. به همون خاطر هیچ وقت این قضیه بی‌طرفی نکنید، چی در اروپا باشه، چی در امریکا باشه، چی در هر کشوری باشید، کارتون انجام بدید. برادرانی که در پیپل یعنی که انجام میتین کار خیلی مهم هست. و فعلا حدود 800 یورو دیگه در پیپل لازم داریم. یعنی که در مورد پرداخت چند برنامه و چند تا کار دیگه مون 800 چند یورو نیاز در پیپل داریم که باید پرداخت شود. از 180 یورو، از 240 یورو، از 360 یورو، همین خیلی یعنی که بیش از 800 سوم در پیپل نیاز داریم. در پیپل یعنی کم که بسپرش میرود همون خیلی. برای چی؟ به خاطر که نهایت سال همون چیزایی که باید پرداخت شوند پرداخت. خوب برادرای گرامی سهمتون بگذارید، نگید که ما
با سهمی من با 50 یورو من با 100 یورو من چی میشود؟ نه این نیست. ما همون هر چیزی که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما عنایت کرده است ما اون در راه خودش میتیم. الله سبحانه و تعالی از ما و شما قبول کند. قبل از هر کاری انجام دادن یعنی که چی میگن انجام میتی استخاره کن. استخاره ما دیگر یگان نمود خیلی بچه‌ای که یعنی که همکاری میکنن با اصلاح میدونن که یعنی که هیچ مشکلی در کمک هایی که میرسد ندارن، یگان مشکل ندارن. برای چی؟ به خاطر که ما دیگر میفهمیم که چیکار کنیم. وقتی که ما میفهمیم چیکار کنیم پس دیگر مشکلی وجود ندارد. امیدوارم که انشاءالله همه برادران فهمیدید و در قضیه های عمومی کارمون انجام میدیم. ما یک برادر ژورنالیستی حرفه‌ای لازم داریم که خب ما معاشی خوب زیاد نداریم ولی انشاءالله که میتونیم بگیم که از معاش های تاجیکستان خیلی بهتر از معاش های روسیه هم مثلا بالا هست. یعنی میتیمش یک مبلغه به خاطر یعنی که ولی همیشه باید کار کنه. یعنی که شتاتنی و همیشه باید کار کنه. یک ژورنالیستی که نوشتن و تحلیلی همین تحلیل بتواند کرده. این طریق بچه‌ای که مثلا گفتی که با چت جی پی تی کارش لازم نداریم. یعنی بچه‌ای که واقعا حرفه‌ای هستن میتونن که بگن که ما ژورنالیست هستیم و کار میتونیم کرده. ولی کار کنه باید با اصلاح کار کردن آسان نیست. یعنی تو ایتاری نیست که دیگه اودیخ کنی کار میکنی مرد اگر کار میکنی معاش هم میگیری زندگی هم هر چیزی که هست همون است. در اروپا بدگی ها که معلوم است ولی در روسیه برادرانی که هستید میخواهید کار کردن مثلا مرحمت تماس بگیرید تا اینکه ما بتونیم یعنی که همکاری همون ان شاء الله که انجام بدیم. فقط زبان تاجیکی است. بعد دیگه اوس شبو درست میکنیم خدا خواه رفتن میگیریم. ولی فعلا در سایتی اصلاحات خواهان یعنی که ما در اصلاح نیاز نداریم. اصلاح کارش آماده است یعنی که درست شکلی رفت یعنی که کارش رفته است ولی تنها اصلاحات خواهان ما نیاز یعنی یک نفر هست با یک نفر دیگر برای سیخل دادن سایت و کارهایی که در مورد تحلیل ها می شود ان شاء الله که در اونجا نیاز داریم. پس مرحمت برادرانی که میتونید یعنی که کاری انجام داده پس زنگ بزنید تا اینکه ما با هم بتونیم کاری برای آینده ملت و مردمان انجام دهیم. خب برادرانی که بله در نظرسنجی اشتراک کردن 525 نفر 526 نفر قانون‌های جزایی با زندان‌کنی ها امام رحمانوف کدام قانون ها را رعایت کرده است؟ قانون جزایی با زندان‌کنی ها قانون به نفع خود و عائله را قانونی که به نفع خود و به نفع عائله‌ش همیشه خوب نه به نفع عائله‌ش سرمفروشی و مسئله امنیت مسئله با این خریش یعنی که به نفع خودش به نفع عائله‌شه. که قانون‌های جزایی با زندان‌کنی ها یعنی که قانون جزایی میتیه مردم از زندان میکنه فقط با زندان‌های طولانی. درسته واقعا هر دوش هم درسته مردم یعنی که 68% در این 32% در قانون‌های جزایی با زندان‌کنی ها یعنی که نظرهای خودشان مانده ایستند و در گذاشتن لایک ها 322 لایکاتون رو بگذارید بیننده گرامی تا اینکه سببی بیشتر شدن و یک نفر برادر جان جانسون $5 کمک خودشان انجام دادن. سلامت باشن. خوب بله در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. لایکاتون رو بگذارید. هر لایک شما سبب بیشتر شدن عدد بیننده و سبب آگاه شدن مردم اینو آگاه بیشتر می‌گردد. پس نترسید. ترسی شما هیچ فایده ندارد. 208 نفر دیگر برای رسیدن به 227,000 نفر مانده است. 207 نفر برای رسیدن به 227,000 نفر یعنی که عبور شوید به شبکه اصلاح. با تلگرام اصلاح همه معلوماتی که می نویسید شما در یوتیوب پیداش نمیکنید در جدا تلگرام هم میخونیش. پس مدیریتورای اصلاح تلگرام اصلاح بگذارید تا اینکه برادرانی که در یعنی که تر اصلاح آبونه شوید یگان مشکل ندارید. شما را کسی در اصلاح آبونه شوید نمیبیند چون که ما پنهان کردگی افرادی که در اصلاح آبونه شدن. ولی اگر تو در چت اصلاح در همون چتی که همه میتونن دیده در او که نوشتی نام تا پنهان نکرده باشه اوش دیگه معلوم است. ولی تو با اصلاح خودش مینویسی یعنی که بر رقم اصلاح مینویسی در هیچ مشکل نداری. در تلگرام همون مشکل نداری. مرحمت نویسید. هر چیزی که یعنی که شما میفرستید
یعنی که به ما میرسد، هیچ مشکلی در اونها وجود نداره. همون خاطر یعنی که خوب در قضیه زارا، بله بعضی برادران نوشتن که چراش نگفته در قضیه زارا. بله خوب یعنی که میتونم بگم که اولین شخصی که یعنی که در فیسبوک نوشت من بودم. در همین مرد 25 دقیقه پس همین رسید خبر که یعنی که عزت‌الله شریف زاده 72 سالگیش از دنیا گذشت. این نو مردم ایستادگین دیلش بازی موند. خلاص نوشتمش من، بعد آزادی و بعد دیگر شبکه‌ها نشرش کردند. در یگون شک نیست. ولی گپ درباره رفته است که ما هممون میریم، هر نفس ذائقه الموت، هر یک نفسی که در دنیا وجود دارد چشنده مرگ هست و در این هیچ شکی نیست. رحمانوف هم حتی با همین قدر میلیاردی و دزدی و غارتگر بودنش میگه ما سرمونده آهن بستگی نیستیم. یعنی میدونه که میبرم، میدونه که پول قطعی خریده نمیتونه عجله، یعنی که عجل یک دقیقه پیش قفا نمیره. وقتی عجل اومد هیچ یعنی که پیش قفایی در اون وجود ندارد. یعنی که حتما یعنی که اگر در هر کجا باشه یدرککم الموت، اگر در بروج مشیده هم باشه مرگ میرسه. اگر 1000 حلقه اخرانیک داشته باشیم یعنی که حتما یعنی که مرگ میرسد به سراغت. یعنی هیچ امکان نداره که مرگت نبینی، حتما میبینی. پس یعنی این امکان پذیر است که شخص بگه که من زنده میمونم. منم یوسف کینم داره منصور عمروف هم بدونه که همین خیلی میبره. این زندانی هایی که فعلا در زندان هستند در این وضعیت های بزیب، یعنی که رحمانوف که در ششم در امریکا در پیش ترامپ بود، اینجا میگردم میای نمیدونم که این قانون عفو که سال گذشته امضاش کرد نبروردش امسال هم با فیلم امضاش نمیکند یا اینکه امضا کرده است 16 هم میبرورش. اگر از 16 هم که گذشت پس بدونه که امسال هم دیگه اگون گپ نیست. یعنی که نه در درجدینش عوف کرد مردمه، نه در روزی قانون عوف کرد، نه در روزی 16 نوامبر که همین 16 نوامبر گذشت دیگه تمام کار میمونه به او طرف با سال آینده دیگه. یعنی بزنشید منتظر رستم که همین کار رستم بکنه. این رستم که سال 2026 هم نشود پدر سال 2027 هم بیسته که زندگی من تنجه گفته یعنی که من خودم میکنم گفته ادامه دادن بگیره. پس رستم نشود بعد این عوفی که باید هر سر 3 سال امضا کنی امضاش نمیکرده باشه. ایش با هم خاطر رحمانوف شخصی است که یعنی که بازگویی نشونده است. نمیتونیم بگیم که یعنی که این یگون یعنی که همین کار میکنه، یعنی نمیتونی یگون کارشو بازگویی پیشکی کردن نمیتونی. میشه یا آدم دو واسه میمونه پگاه میخواد یا آدم دیگر میمونه قطعی او شو گپ زدگی سر میخواد یک خواب میبینه یا عزیزمو یا توش میتی یگون خیل در حال تغییر میخواد گپش. به همون خاطر ما نمیتونیم که یعنی که بسیاری از قضیه‌های هست که در رحمانوف کاملا به شکل های دیگری عمل میکنه. خوب دیگر بیننده عزیز گرامی این بود آغاز برنامه امروز ما. البته ما این کارا به خاطر اینکه چند دقیقه مشکلی داشتیم تو اینکه مشکلاتی اساسیمون یعنی که رفع شد و به همون خاطر برنامه‌مون یعنی که به همین شکل تا حدود 1.5 ساعت بله. خوب بیننده عزیز گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. بله اکنون اگر افرادی که امکانی صحبت کردن دارن یا اینکه توسط رقم بمونه یعنی که اگر رقم بمونش بروه بله خوب رقمی که در تایی خوب بله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. بله برادر. برادر ما با ما همه افیده قرار داره ما. بله ما افید قرار داره. ماشاءالله. همه یک دو سخن کردنی بدن در باره امیر رحمانوف و اویله وی. برنامه همیه که اویله رحمانوف قانون اطاعت میکنه یا نه؟ بله درست. ما همه میدونیم که اویله
محکمه عادلانه. ما پیش یگان کس نمیریم، امنیتی امضا نمیکنیم، ما سود یگان کس پشت درهای بستر نمیکنیم. لوبای کار در تلویزیون میمونه، مردم میبینن امام علی رحمانوف فلان جنایت کرد، زایرش، اسماعیلش، تخمینش، عزیزموش، حاج امرلاش، شمسلاش، یعنی که رخشانش، فیروزش، فریدونش، جلال، یعنی که همه داماد خشتبار جهمنداش هم ببراری مردک باره اشرف گلوفش فلانش فلان جنایت انجام داد. ما هیچ وقت در قضیه هایی که مربوط به این ملت است کوشش نمیکنیم که اونها ظلم صورت بگیره. بله برادر گرامی. باید برادر محمد درباره همین جوانای تاجیکستان همین 2095 اوس 2000 همه نارکما شیرگیان، تمامی نمود دارو نمود مخدر میگیرن، میخرن، میکشن. حدی بعد نارکما شیرگیان برای نموکای جوانای تاجیک به ناموس شیرگیان. بله دیگه نمیدونیم درباره یا چی بگیم. انشاءالله هر چیزی که حاضی به فکرت از همین وضعیتی که امروز در روسیه هست وضعیت خوبه؟ البته نه، همه این مهاجرات خورزار شیرگیان. خوب، با فکر خودت چیکار کنیم باید؟ چی فکر داری؟ فکر من همین از برادر محمد اقبال که باید گفتیم چوکی با تستوات کنیم، یعنی عمل کنیم. تمام بغضی عمل ما یکون راه نداریم. ما باید همه مهاجران برویم تاجیکستان. به مهاجران همیشه و همون مردم تاجیکستان خطیه به هر یک منطقه 100 نفری به خیزه بسه. انشاءالله که حکومت رحمان یک ریدانچه که ترسانچه که باور میکنیم محمد اقبال برادر وقتی که نام فتا در تاجیکستان میگیره والله قسم همین قمه ترسان که باتای دینم دعا میکنم میگم ای خداوند همین دوستی که در محمد اقبال دادگی برای ما رحم بده. ما مسلمان مرغ نه و مسلمان مردک شیم در حیو. ما مسلمان ما هم مسلمان مرده. یگان چیز گفته نمیتونیم. این عزت است. عزت از جانب الله است و ذلت خوری هم از جانب الله است. ان العزت لله جمیعا. هر شخصی که صادقانه، مخلصانه و پیروی کننده منهج رسول اکرم باشد، الله برای اون عزت میتید. برای اینکه عزت من کاری ندارم که یعنی که من یگان شهرت داشته باشم. من به الله هم تکیه دارم، عمل ما انجام میتیم، میدونم که هیچ کس کاری من نمیکنه، میدونم که گپی که من میگم باید من بزنم، کاری که من میکنم باید من بکنمش و الله میگم توکل به تو دارم. انا همین است. انسان مخلص در عملش باید باشه. هر انسانی که مخلص در عملش باشه الله عزت براش میتیه، چون که ان العزت لله جمیعا. تمام عزت دنیا و آخرت قبر در دست الله است. پس شخصی که عزت در دست الله میدونه و در دست رحمان فیچ رو نمیدونه، من در دست رحمان فیچ رو نمیدونم، یا دستش میدونم، یگان کسی دیگه نیست. تو با همون خاطر وقتی که میخوای تو که مرد باشی و نترسی بگوی الله من توکل به تو کردم و ما نمیگم که با چهرت ببرو گپ زای، با چهره گپ زده است، کارت به چهرت بکو، هر کاری که میتونی برای وطن ملت انجام بدی، یعنی این بهترین عمل کرده است. ما نیاز به یعنی که افرادی که میبروین بهترین میشود اگر برادر در اروپا بودگی آشکارا برن با چهره صحبت کنن، نه ولی با افرادی که در منطقه های یعنی که ریسک هسته دوجه هیچ کس شما را یعنی که نمیتونه که مجبورتون کنه که بدونی یعنی که چی صحبت کنی. این کارتون بسیار کاری غلط است. ولی نترسه، رحمانوف جان ما شما در دست رحمانوف نیست برادر. تنها و تنها بدون که عزت در دست الله هست و عزت از الله هست و خواری از الله هست. الله که خارت کرد هیچ کس عزت داده نمیتونه. همین الله که عزت داد او عزت هیچ کس هست گرفته نمیتونه، ولی تو به خاطر اون کارت انجام بدی. و برادر محمد اقبال همین آخرین سخنان بگم انشاءالله مورم خداوند در نصیب بگردونم، مورم همه که مسلمانی مردک میشیم انشاءالله بر روزای نزدیک ویدیو را منتظر باشه. در هر یک پادزمکه، در هر یک لوهای دشنبنکه، در هر یک جاهایی که اوکریتیای انشاءالله ما می نویسیم که مرگ بر رحمانوف،
مرگ به اویلای رحمانو. انشاءالله که بعدی برنامه نویسید ما دیگه با نوشتن قطعی کارمون نمیکنیم. نوشتن یعنی که ما کارهای بهتر و مهمتر باید بکنیم. با نوشتن قطعی قپم گیرم برند. ما باید یک کار کنیم که رحمانوف یا جوش زد نیستش سوخته بگیره فقط. به خاطر زد نیست رحمانوف سوختن ما دیگه باید که ژرتوا نتیم. دیگه مرگ زندانی شدن از این ملت از این مردم نه. دیگه نوبت اسماعیل زندانی شدن، نوبت فریدون، نوبتی یعنی که بچهای دیگری رحمانوف، نوبتی یعنی که سامان جان، نوبت رستم، نوبتی اینا دیگه نوبت مردم نیست. دیگه مهم نیست که تو فقط زندانیش اترا بکشن، ما را زندانی کنن. دیگه نوبتی یوم لک یوم علیک. یک روز زین با پشت، یک روز پشت با زین. انا که گفتی گپا همین است. و تلک الایام نداولها بین الناس میگه الله. این روزهای هست که در گردشش میدوره میان مردم. که رفت یعنی که عمر رفت، حیات رفت، کار کردی تمام، وقت دیگه نوبت این ملت باید برسه. ما هم خاطر سراسیمگی نکنیم. سراسیمگی نکنیم. ما با پروژه کار میکنیم، با پلان هایی که بدون خشونت، بدون یگان چیز، فقط تنها و تنها کاری که رحمانوف یعنی که باید که بفهمه که دیگه نمیتونه امنیت قطعی ترامپ قطعی لوبای که از گپ زنی ترا رحمانوف کازیال یگان چیز برای ترا نیسته. امنیتی تو فقط تنها درون زندان ده. امنیتی ترا رحمانوف کازیال تنها درون زندانه. تو دیگه امنیت نیست دته. امنیت دته نیست. ما نه قاتلیم، نه آدم کشیم، نه آدم خریم، نه یگان کاریم. ما میخوایم که ترا در محکمه بکشیم که در درون وطن ما اصلاحات خواهان در گاگا ترا کشیدنی نیستیم. میدونیم که ترا گاگا فایده نداره. چخیلی که نتانیاهوش فایده نکرد ترا فایده نداره. ما میخوایم که ترا در درون وطن چنگره کدمونیم. دیگه یگان راه نداری تو راه نداری. ترا در سامانی چنگره کد میمونیم. دیگه راه نداری تو پدن حالت. با همون خاطر ما دادگاهی ما انا همون دادگاهی ملت های، دادگاهی مردم است. دادگاهی که همین ملت تا اینکه یشفی صدور قوم المؤمنین الله سبحانه و تعالی شفا بده دلهای مؤمنان با از بین بردن تو پلیدی پدن علت. با همون خاطر ما انتظار انا همون روزیم. ما انا همون انتظار انا همون روزیم و او روز میرسد و او روز رسیده ایستاده است. ما دیده هستیم که چی وضعیت است. با همون خاطر کزر مای 100% لوبای کاری که میکنید دمو همون دقیقه معلوم است و چی کارها کرده است. مردمش خیلی غم داده است، مردمش خیلی پستوید کرده است، امنیت چیکار کرده است ملیسش یا هیچ کدومش فایده نداره. رحمانوف دیگه هیچ چیز فایده نداره. سلامت باشی شیرینر، الله حفظت کنه. سلامت باشی. خب سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. روز ممنون. آقا چه شما؟ الحمدلله. سلام میدونم. بله بله صدات هست، بفرمایید. بهترین. رحمانوف یگان قانون رعایت نکرده است. این لعنت کرده الله. خدا لعنتش کند. اون قدر پول و مال من نمیدونم کدام قبرستان میبرد. سبحان الله. زارو اما قدر ظلم کرد کجا شد زارو؟ یگان سم برد هیچی نبود. پیش حمزه اکرامزاده رفت. اونجا اکنون جواب میدهد. باز فهمیدیم که نوبتی بزمک فرستیده است. انشالله بزمک خوب مگ میرسه نوبتش یک تا. من قصد پدرم ای بزمک میگیرم. بزمک رفتنی بوده است. فقط حرکت کردن خوراکو که اسپیت کنه. انشالله یا قورش آتش زدنی است. نه از زندهش در کاره. ما با قور دین اسلام مسلح کردن در قبر یگان کار کردن. ما با مرده کار نداریم، ما با زنده کار داریم. اون مردهش در دست الله است. اون مرده در فیسبوک خوندم که نوبتی هوای آمده است. همون حکمکو یعنی مزش گریخته است. روان گفت گپو مزاشون همش یک تا یعنی قاتلهم الله و ان یؤفکون. میگه الله سبحانه و تعالی خداوند بکششون هر چی که غیر این ظالما را خداوند بتیه تا اینکه شفا برای دلهای مؤمنا باشه. بله این شیطانی واقعی همون چند سال پیش استاد لایق شیرعلی گفته بودن که دانم همه را نمک حرام اید و درشت.
در بوتهتان نه روش دارید و نه مشت. سنگ بغل کوه مرا شاعر کرد، سنگ بغل شما مرا خواهد کشت. سنگ بغل اینا چندین آدمای بزرگ کشت. اکنون نوبت سگمر شدن اینا برسیده است. فهمیدید؟ اینا حتما پیش پروردگار خیش برمیگردن. اون میلیاردها دلار یکون فایدهش نمیکند. هزاران مردم قتل کرد، پولش از خود کرد رحمانوف. این فایده ندارد. پیش اون ترامپ رفته است. بازی نخواندیم فیسبوک که 5 تا ماکیان و یک قریس حزب. سبحان الله. این تنها برای اویل خودش همون وای حفظ کرده است. قانونی تاجیکستان دیگه مردم بیچاره نه قانون دارند. به خاطر انگشت فروشی مردم برق نمیدهد، مردم عذاب میدهد. اینها نمیدونم اینقدر پول کجا میبرده باشن. من حیرانم. باید تو برای مردم یک خدمت کنی. فردا همین کامنتاری های زار رو خواندم کو هم در فیسبوک هم در یوتیوب، فقط بغیر از خویلیسا دیگر یک تاجیک الله رحمتش کند نگفته است. همه لعنت فرستگی است. حال رحمانوف مراد این مردم آشکار ویدیو میکنن که روزی هم مردهش که خدا لعنتت کند، جای تو پدن لعنت غرق دوزخ است. برای آنکه این ظالم برای این ملت یگان خوبی نکرد. مردم خوزارن، مردم در بدرن. خیلی درست قید کرده که شما ترس باید این مردم طلاق کنند، دیگر نترسند. ما مجبور نمیکنیم که شما برای این با چهره گپ زنید. شما همون امکان دارید بیزنسمن ها یعنی تاجرات کمک کنید. برادر محمد اقبال این مردک همون پول رنگی رحمان جمع نمیکند، برای دیگر برادرها رو میکند. تلفن میگیرم آنها مبارزه انشاءالله اوج میگیرد. و همه خاطر کمک کنیتان. والله رحمانوف چپ شد پشایمان میشیتان. بعد رحمانوف چپ شدن که هزارها تاجیک پشایمان میشه که چرا ما حداقل یک سامان کمک نکردیم برای مبارزه. زارا برای آدمی به عقل درس است. همان قدر آدم قتل کرد، اون قدر میلیون دلار جمع کرد، کجا شد؟ با دستی خالی رفت. پرده قاسم کجا شد؟ تاجیکستان از من گفته این پیانیست که الکش کتی روزی توی رستم گمگک زده بطینکاش در رحمانوف که تاجیکستان از من گفته پاش همه خیلی میبردارد و زمین میزند. تاجیکستان از من گفته پرده قاسم رفت. این با درس نشد. باز این هم یه روز میبینه که جانش گوز بر این براند از گفت شما هست. اما یک گپی خوب داره، فقط لیادم میرسد. سبحان الله الله اکنون همین نمازهای ما قبول گرداند. زاغی بدمور میگوید همه یاد بمیزنم. این زاغی بدمور را باید یک باره کردن در کار که این ملت خلاص شود، یک دمی خوش زند. باز قطر رفته است میخواهد که اونجا غلامی نورق دهد. این مردم از دیدار برای دیگر چیز رفتگی اوجا ما با معلومات را گرفتیم. یگان ره نداره که این پیتوخ پیتوخ یک ره نداره. اما خویلیسانش نویستین که برای مهاجرت و برای کارباری مردم فریب یعنی مردم احمق کنی. همونجا گویا که رفته است مهاجرت اکنون اونجا باز میکند. اگر دگوارم کرده باشد این مردم اونجا روند باز از دیدار پدر و مادر و زن و فرزند دور، فرزندا زنده صغیر، این اولاد حرامزاده با میلیارد دلار رو میکنن. اینها رو کو نان و نمک مردم تاجیک میزند کو. حالا چندین برادرها ما به می نویسن که همین محنت های تو همش برباد میرود، یعنی این ده شود حکومت عوض شود، همین چیزی که تو خواهی میگن همون کار نمیشود. من گفتم که اگر نشود، گفتم خب بگذار من کشنم. گفتم من تمامی گپمو گفتم رفتم. فردا آنها هم رنگ زار و بعدی من میروم. گفتم پیش اون پروردگار بگذار قبول نکنم. گفتم من میخوام همه آزاد باشد، تجارت آزاد باشد، یکم کسی هم کسی هم نتیاد. یک چیز همینجا درست است برادر، یعنی که این فکری
بعضی برادرای نماشون رو نمیخوام بگیرم، میگن که شما مبارزه میبره و مبارزه را بعد الیت تای بالایی میویا او را حکومت میکنه. ما انا خیلی دوست دارم، من با الان گپ زدم. گوش که ما هدفمون وقتی که تنها یعنی که آزادسازی این ملت از چنگال انا همین ظالم است، من هدفم غیر از آزادی این ملت دیگه چیز نیست، غیر از حکومت دیگر. ولی این که ما در حکومت جدید چی نقش داریم، چی وظیفه داریم، اونش در دست الله است. اون الله میداره و انتم لا تعلمون، شما هیچ کدومت نمیدونی. او الیت که هازی پنهانه بعد میخواد دولت بگیره، او ولی ایتری گپا رو میدونیم که ما مبارزه میبریم، ما کشته میشیم، یعنی که یک نفر دیگر میخوام بیاین. برای ما مهم نیست، برای ما مهم همین است که ما کارمون رو انجام بدیم. هدف ما نتیجه نیست، هدف ما یعنی که انجام اون کاری که الله ما را امر کرده است تا در مقابل ظالم بیستیم. بزرگترین نبرد گفتن سخن حق در مقابل پادشاه ظالم است، بزرگترین جهاد در راه خدا گفتن سخن حق در مقابل پادشاه ظالم است. ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم و ما علینا الا البلاغ المبین، ما یک رساننده آشکاریم. اصلاح کارش انجام داد، اصلاح در طول این همه سالها ملت و مردم جنایت ها فهماند. برادر محمد تقایف همه چیزی که میدانست در تلاش داشت و فهمید تونست گفت. یعنی این است که ما باید که هر کاری که میکنیم ما باید انجام بدیم. تو یک درخت میشنونی، تو فکر داری که تو همو وقتی که او درخت خشک میشه تو باید میوه او را بخوری؟ نه، تو درخت میشنونی تو میبری میره یک کسی دیگه میخره او را، ولی ثواب او در قبر برای تو میرسه. ما عمل انجام میتیم به خاطر الله میکنیم. اون چیزی که الله ما عند الله باق و ما عندكم ينفد، هر چیزی که نزد الله هست باقی مانده شونده است و باقی میماند. هر چیزی که نزد شماست اون از بین میرود. پس ما عملمون به خاطر نجات ملت از این ظالمی، یعنی که بدمر پدر لعنت پلید کثیف رحمانوف است. پس ما که پدرلعنت ما بتونیم که یعنی که ما فقط باید یک کار کنیم که ما در قدرت باشیم. نه، ما هدفمون از بین بردن همین رژیم است. ان الله که هر نفری که در این راه مبارزه برده است این ملت نام او را فراموش نمیکنه. مهم الله فراموش نکنه نام ما را، مهم الله که و ما ربک نسیا، الله سبحانه فراموش خاطر نیست، هیچ وقت خداوند فراموش نمیکند. یعنی که عملی انجام داده عامله هیچ وقت الله به فایده یعنی که اون فراموش نمیکنه. خداوند خودش گفته است که من فراموش خاطر نیستم، من فراموش نمیکنم. اون پرزیدنتی که خدمتش میکنی میره بعد دیگه در قدرت میرسه، ولی الله ما کاملا فرق کننده از این پادشاه ها و از این پرزیدنت و از این انسان ها است. وقتی که ته هدف تا به خاطر الله کردی پس خداوند قبول، وقتی که است قبول کرده پذیرفت که همین آدم صادق است، همین آدم در راهش مخلص است، پس راهی تو راهی هست که راهی درست است. ولی اگر من حسد داشته باشم با یک برادر مبارز، من با اقصاد من یگانه حسد دارم، این دل جای نیست که من حسد، کینه، رشک، دشمنی، نفرت، نفاق در اون داشته باشم. هدف من اعلای کلمت الله، هدف من از بین بردن رژیم منحوس رحمانوفی، زاغی بدمری رحمانوفی. ما دیگه فکر نداره، مقصد ما دیگه چیز نیست. این که ترا میخوان که تو مبارزه برای ترا مایلش، ما مبارزه میبریم همین تو آزاد شد. ما یعنی که عمل منو باید انجام بدیم. الله منو مختص و ترا مخصوص کرده است برای مبارزه بردن. خلاص در دست الله هست، محول و مقلب القلوب الله هست. میتوند که ایتری برادرای مبارز رنگ ما صدهاش آمدن و صدهاش رفتن، چون که اون راهش نبود. همچون تنگه ما مدرمات بر رفل ما و هر رو همین روز اگر بدونن که من در چه حالت بودم ولی بازم خدمت مبارزه آمدم رسوندم. نمیتونم بگم، برای چی؟ به خاطر نمیخوام بگم، نه مینت میکنم نه اگون چیز. هدف من مبارزه هست ولی من کار ما انجام داده ایستم، ولی من وظیفه ما انجام میدیم تا اینکه این ملت ما الله بفهمونه. تمام. پس اون گپایی که میگن یعنی که مهم نیست برای ما که ما قدرت در دست ما میرسه یا نمیرسه، ولی ان شاء الله نه که امید داریم که ما ان شاء الله آزاد که کردیم مردم امنیت مستحکم بکنیم. فهمیدید؟ آدمای با ایمان، آدمایی که دلشون در حقیقت این مردم و میسوزد، میخوان که خدمت کنن، ما ان شاء الله میگذاریم یگان نابکار از دستش هیچی نمیاد ان شاء الله. اگر ما صادق باشیم در این راه به خاطر الله
مبارزه ما روند ما حتما میرسیم به این مقصدانه که برادرها بسیارش فکر میکنن که فردا حکومت هم میبویند دیگران میگرن و ما گویا که مبارزه که ما بردیم بیفایده باشد. ما اولش به خاطر الله به خاطر مردم ما وای کردیم مبارزه بردیم، لیکن ما امید داریم که انشالله رحمان و آدم رنگ رحمان دیگر نمیکنه که همه گیرانو. یعنی ما فردا چی خواهیم؟ فردا تمام منطقه های تاجیکستان ما باید آدم پرتوتن نکن کسی نه بعدی آزاد شدن نکن، بعدی آزاد شدن کسی کمبغل است، کسی محتاج است، کسی مثال جای کار ندارد، تمامش باید حکومت نو نظارت کند. ما نمیگویم $1000 کند معاشی و یا همون پولی که حاضر رحمانوف زده گرفت راداما و باید بیلاروسیا نقد کردم که لوکاشنکو کسی سیوم فرزند زاید و فرزندی من گفته که $10,000 بیتم رنگی بیلاروسیا میکنه. همون دیلانه که اگه پیزور زد مهاجرای گفت گاسترابایت این نگویتون گفت و ساوریمنی دیکتاتور فهمده. لوکاشنکو را من یعنی که به یه شکل آدم باید خیلی بگم بعضی برادرها در قضیه ها بعضی از مسئله ها یعنی که چی میکنن من بسیار تماشاش میکنم یعنی که همین لوکاشنکو را مردانگی نظر با بسیار دیکتاتورها دوره کلخوز نکای رنگ مردانگی دوره میگه که همین کارم هم تمیکنم نگاه دیوانه را آدم آزاد کرد پاشکیویچ بود کی بود آزادش کرد تا گرانی طرف گفت که من نمیرم بلاروسیا بیرون گفت برا زندان میکنم دیون بور تو آزاد شدگی اگر برای اروپا برا دفش نبزدی بلاروسیا گفت من نمیرم یک اونجا ای وطن بیرون گفت بگیره برش زندان ابراد نه زندانش بردن. یعنی یا دیوانه تری چخل بگم مردا گوره تری کلخوز دیگه تری دیوانه کلخوزی کیده یعنی که گپش میگه روی روز اشکرا کارش میکنه برای چی؟ به خاطر که یعنی که با وطنش خدمت داره. والله در بلاروس بودم من با خدا قسم در اروپا همونطوری این دولت تازه رنگ مینسک نیست الله شاهد است دیگه گپم دروغ نیست نه پاریس تازه نه که پولشا تازه است وارشاوا یعنی که واقعا تازه است ولی بسیاری از کشورهای اروپایی که هستن همونند مینسک تازه نیست یعنی همون مرده کارش انجام داده است او دیکتاتوری ها ایستاده است ولی برای مردمش خدمت کرده است. همین رحمانوف اگر با مانند همون خدمت کنه برای مردمش یعنی که هر چیزی که میگه هم کارا بکنه برق دارن کار دارن رئیساش ظلم نمیکنن همون کارو رحمانوف پدنالت نکرده است این کارا. ما میگویم که همه رحمانوف یک صغیر یک بردن نداره همون مهنت حلالش این آدم ها باور نمیکنن. تاجیک تمام کار میکنن رحمانوف میرد لباس های اون کودک پشونه سری و استیله میکنن. این چی معنی دارد؟ این بخشش میپرسن مردم تاجیک پشت فلان یک از پریدن این یکون زیب ندارد تاجر کار بود کنند و رحمانوف رود سری کودک استیله کند و لباس پشونه که این کار من کردم بودم با اون خویلستان جانا آسمان در اسمان میکنن که پیشوای ما صغیر پرور از گوتا والله قسم یک کودک کو همون مهنت حلالش به پول موزش به یک بردن نان نداده است همه جا پشتی تاجرای تاجیک است. لوکاشنکو در حقیقت مردگری بسیار کرده برای مردمش جای کار دارن همون همینجا جاهای ما با اومدگان هم بیلاروسو میگن ما کار داریم میگن $600-700 معاش هست میگن لیکن اونجا همین کمتر نم میگن به همین خاطر ما میبراییم دیگه دولت های گرم میرم من همین گفت گفتم لیکن کار هست گفتن همه چیز هست گفتن مثال زندگی هست گفتن پول کار کردن ممکن گفتن و زندگی کردن ممکن گفتن ولی خونه گفتن جای ما همین نمش بسیار است. رحمانوف برعکس کسی تولد کند سومی اونای میکنن میگیرد. لوکاشنکو یکم فرزند به $1,000 میداده است دویم فرزند به $1,500 میداده است وقتی که رادون به آزاد میشوید سوم فرزندی من گفته است ولی $10,000 من میتونم گفته است کسی تولد کند. ای ظالم چو کرده است تمام میخش و تبارش تاجیکستان غصب کرده است گرفته است گوشت گرفته است
انگشته که الله برای مردم تاجیک داد است که روین کنین و بیارین خودتان استفاده برین، این را اولادی کرده است. انگشت یعنی سودا شود گفته برق تاجیک کشته ایستاده است و دیگه دولت ها فروخته است. این را باید ما فوراً دفع کنیم. این که آدم خودکامه برای ما لازم نیست اکو. این ملت باید آزادانه زندگی کنند. اگر همین ظالمای، همین خائنای، همین خودکامه‌های حرامخوران نیست شوند، یگان تاجیک به خدا قسم روسیه نمیرود. завод фабрика мекушаи мана ҳамин Гурҷистон ба тамоми давлатҳо ки рафта гап зоста, мана Хитой рафтина премер министр рафт гап занон кард омад. бояд Хитой чанд миллион доллар кӯмак кунад барои инҷа бардоштан инвеститсия. чӣ мегӯяд? бо нархи арзон, бо нархи арзон баъди 30 сол баъди 40 сол договор тамом ки шуд, пула мегардонам метавонам. вақте ки инҷа обод шуд, тамом баъз мардум соҳиби ҷои кор шуд, гашта ҳамон пулоя метавонад. Раҳмонов он қадар қарз гирифт, ба замин ин кор бо сарзамини кӯчаки моро фурӯхт. бо чанд қишлоқи қирғизобо додааст. и чӣ хел одам ҳастин? нахоҳ ба хотири пулу мол одам сарзаминаша фурӯшад, савдо кунад. мусафеди бечора як гап мезанам, ҳамин комментариҳои нависта ба ако ҳамон мусафеда ку 450 сар гӯсфанда бурдагӣ ова мардак чӯпон ахмақҳо аблаҳо навистанд ки ина касе гап ёд додост. субҳаналлоҳ, вай айнзо чӣ хел гап занад? Раҳмонова бене рӯи коғаз мегирад, коғази ба зур мехонад. ин мардак ҳамон гапҳоям зад. хуб ин вай намедонам набераш аз фарзандаш ёд додост ки ота ҳам тугӯ гута мегӯяд ки ина гап ёд додост. ин гапҳо дурӯғ мегӯянд. субҳаналлоҳ, ова мардак чӯпон даҳмарда айнзо чӣ хел гап занад? аз аллоҳ шарм кунедон. валлоҳи қасам молои мардума Амриддин Нақшовҷани азизамои мочахари газетхонак бурдагӣ аст. мардуми тоҷик сода нашаванд ки вай касе гап ёдост яъне дурӯғ гуфтааст. кадом одам ҷонаша дар хатар монда биромада ба зидди Раҳмонов мегӯяд ки хеша мол ҳоли мана бурд. ҳамун чӯпонам шумо ақлатон кам будааст. ҳамватанои ахилат, субҳаналлоҳ. мусафеди бечора зулм кард, мол ҳолша бурдааст, заминоша гирифтааст, тамоми чиза гирифтааст. ва мардак охир даҳмарда мегӯяд ман 17 сол бозам мол ҳол чаро на пушти ҳамин зиндагим. ино таги комментария ба ман ҳамун видео наш кардам. 45 000 одам дагӣ як хел ахмақаш навистааст ки ина касе гап ёд додост. ин вай дурӯғ мегӯяд. субҳаналлоҳ. ҳоли даҳмарда ҳама қадар гап задааст. ҳамун Раҳмонов хушра гап зад. ҳам мардак аз ҳаққу ҳалолаш талаб кард. барқи шумона саҳмиётона пулотона гирифт. инам дурӯғ? чӣ ба биромада аз ҳаққи ҳалолтон талаб намекунед? самолёти Сомалиеро кавро бало гирифт, пули ҳамун саҳмиҳо ба ҳоҷи Мирзо кӯмак кардам ки мардума даъват кардам пул ҷамъ кунед, яъне саҳмия харен, барқотон ҳатто бепул мешавад. гуфта соли 2008-9 мардума даъват кардам. ин барқи тоҷик субҳаналлоҳ 10 маротиба зиёд боло рафт нархаш. ҳеҷ неф саҳмия гирад тоҷик, ҳеҷ неф барқ шавад. ҳозир ҷои ҳам тарафҳои мо барқ нест. ҳама мегӯянд дар хонаҳои торик мо шудагем, хунук ҳаст ҳама ҷо. ман намедонам ин мардуми мо то кай хомӯш меистода бошанд. умед дорем ки ин золим якбара мешавад. саломат бошӣ бародар. ҳамин буд мардуми шарифи тоҷик. мо танҳо хизмат мекунем барои шумо ки шумо озод шавед. дигар на дилкашоли вазифаш бидорем, на дигараш бидорем. иншоаллоҳ раҳмон мо мардума озод ки кардем, зиндагиётон хуб мешавад. ҳамун дар назди падару модаратон ҷои кор пайдо мекунедтон иншоаллоҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. як одам дар инҷа ба номи Алексей Хай навиштагӣ буд. ман ба фирм ки дар вақти гап задани бародар буд хондумушу, яъне ки рафт Владимир 7 сол пеш гуфтем ки наздик шудааст, ба ғайр аз
کردن یگان کار یعنی که از دست شما نمیاد، شرط نزدیک شدن مونید برای شما خاک او کپش. یعنی که ما وضعیت و واقعیت و حالتی که میبینیم اگر در یک کشور دیگر باشه، همین شما را من یک چیزتون میگم قبل از اینکه به نتایج قرآنی برسیم. همین زندگی نامه رامانوف را تماشا کنید. از آغاز به قدرت رسی همین 1598 خب گفتی که با آغاز 1612 13 که یعنی که اولین فرد از عائله رامانوف آمد به قدرت رسید، یا جوان چی کارها انجام داد در مدتی یعنی که 30 سالی در قدرت بودنش. مثلا یعنی برای یه نمک قیمت شدن مردم خستن و چی قدر کارها شد، چی قدر مشکلات ها بعد از اون کی شد. بعد یعنی که هر یک چیزی که در دولت از طول تاریخ نگاه میکنیم میویم همین است. در تونس چی گپ شد، در همین ظلم هایی که از دوره یعنی که پادشاهان سابق تا دیگر پرزیدنت ها انجام شد، اگر همین کارها را در همون دولت ها صورت گرفت مردم خستن و اون حاکم دیگر کار نکرد. ولی رحمانوف زندانیت کرد، برق کشت، غارت دوره، یعنی که تهمت دوره، یعنی همه کار انجام داد. 100 سومون 220 سومون پنسیای اوچت همیتیه، یعنی که لو بای ظلم دوره برات تجارتات ازت گرفت، بیزنسی مردم ازت گرفت، تمام حالت انجام داد، خانه مردم چپا کرد. یعنی که در رودکی نه چی گپ رفته است. آزادی را امروز تماشا کنی اگر میفهمی که چخیل مردم یعنی که در رودکی با کدام مصیبت، همین مصیبت رودکی را ما گپ زدیم گفتیم اخیر آزادی هم نشرش کرد، ولی مردم نخسته ایستن. مردم همونا یعنی که ظلمی که کرده است. این که ما 7 سال پیش گفتیم رنگ همون شرطی که رسول اکرم کرد با مشرکا و یعنی غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، یعنی فی بضع سنین، در بضع یعنی در زبان عربی بضع 3 مثلا 5 7 مثلا بود، عربا هم خیلی میدونستن. ولی در 7 سال که وقتی که فکر میکرد که رومیا بر علیه فارسا غالب میآیند، در 7 سال گذشت غالب نشدن. آمدن گفتن که شما شرط تبایی داده. بعد رسول اکرم گفت نه هم در بضع مدرویه، ولی تا 9 سال همون کار شد. ولی الحمدلله از مبارزه ما 7 سال نگذشت، از مبارزه ما تمامی بضع سنین گذشته است. یعنی بضع سنین گذشته است. 2016 17 16 دیگه نهایتش است که مبارزه که من برده ایستم. ولی مبارزه در عموم از آغاز بود و از سال 2015 که مردم برآمدن 16 اینا 10 سالگیش میدرویه. یعنی همون بضع سنینی که در قرآن گفته است اونم تمام شدگی است. اما خاطر ما وظیفه‌مون انجام داده ایم، ما وظیفه ایمانیمون انجام داده ایم. ای که مردم یعنی که نمیفهمند یا اینکه حالا هم اطمینان دارن به رحمانوف، پس این به ما یعنی که ارتباط نداره، این به همون فهمیشی یعنی که ناقصی مردم است، نه اینکه به فهمیشی ما یا اینکه نه اینکه به عمل کردیم ما. مرحمت تاریخ رامانوف را بخون، نام تا روسی مونده کو بخون نگاه که برای یه نمک بالا رفتن، برای اینکه پلی میدی چوب بروردن فیودر چی گپ شد. اون تاریخ بخون مرحمت. اگر همین عائله رامانوف را بخونی میفهمید که چه در کار نیست. یعنی که صوفیا دخترین چیکار کرد، کیرا پیش اینکه پیوتر بشوه چی کارها کرد، چه خیلی خیزش های مردمی با وجود آمدن، چی کارها شد. همه را مرحمت بخون تو اینکه بفهمی. یعنی ما از پیش خودمون نگفتیم، هم از نگاه قرآنی بضع سنین برات بیان کردم، هم از نگاه مشکلات جامعه‌ای که مردم در تمام بخش‌های مقاطع تاریخ داشتن و چگونه یعنی که در مشکلات عادی همین کار انجام دادن. وقتی که خسری یعنی که پاچاه کار انجام داد از مسئله گرفتن زمین‌های مردم و مرازف چیکارها شد؟ ویسیلکا کردن مرازف و مردم یعنی گفت نکشش، گریه کرد که همین استاد ما نکشش، بعد نکشتنش. ولی در اصل بگرد نگاه کنی همه مصیبت‌ها در تاجیکستان انجام شدگی، ولی که مردم نمیخیزن یعنی ایش با ما مربوط نیست. البته ایره باید ملت مردم بداند. خوب بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 332 لایک و نفرهایی که در نظرسنجی اشتراک کردن 650 نفر، 68%
قانون به نفع خود و عائله را، یعنی امام رحمانوف کدام قانون را رعایت کرده است؟ هر قانونی که یعنی که به منفعت یعنی که رحمانوف است، همون قانون برای رحمانوف مهم است و نیپریکس نوینس بودن، دست نرساندن، یعنی هر چیزی که به فایده رحمانوف است، یعنی که رحمانوف همون را دوست می‌داره، یا اینکه زندان کردن مردم بسیاری بعد به یک حالتهای بد قرار دادن، یعنی که رحمانوف چیکار کرده است؟ همین کار را انجام داده است. خب بله. خب اسدالله باور که خوبی؟ علیکم السلام. خوبی؟ سلامت باشه. چی گفتنی در مسئله قانون؟ همه پیشوای ملت قانون را رعایت میکند بدون یگان تحقیر، بدون یگان گپ، مرحمت گپ زن. اگر بخوای گپ زنی، اگر یگان سوالای بیعقلی کنی، پس اینجا لازم نیست. مرحمت برای قانونه. اینجا برای یگان سیسه فویزه، برای یگان نمود خیلی مخالفی گپ نیست. رحمانوف آیا قانون اساسی را که کفیلش است حمایتش کرده است؟ الله خودش حافظ قرآن است و او را میگه و نحن له لحافظون. الله میگه من حفظش میکنم قرآن ما، سر قانون ما. همین سر قانون حافظش رحمانوف باید باشه. همین سر قانون امام علی پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت، آیا رعایت کرده است و حمایتش داره و طبق همون عمل دارند در تاجیکستان؟ مرحمت بفرمایید. خب یکم درجه میتونی که اسلام نامی خدا رو اصلا نگیری، یکم درجه. دیگیم درجه البته قانون رعایت کسته، اوی شما که در نظر دارین قانون تغییر یافتگی به منفعت ملت تغییر یافتگی، یعنی که همین سرقانون نخورده، سرقانون تغییر نخورده است. گوش که یعنی که همین قانون پیشوای ملت به منفعت مردم. بله. چی منفعت داره؟ چون نمیستم پدر طرف به چی منفعت داره؟ پدر طرف پیشوای ملت مونن، باید پدر طرف مونن. یگان کسا نمونن. ما با پیشوای ملت نیاز نداریم. ما گوسپند نیستیم که پیشوای نیاز داشته باشیم. ما گوسپند نیستیم. چون در امریکا پیشوای ملت نیست، تمام دنیا را یعنی که چنگرک موندگی. برای چی دولت اروپایی غارت کسان چنگرک مونده، غارت کسان خورده سن، غارت کسان ونزوئلا را باید بزنه برای نفتش. ایران فشار میاره که نفت باید بگیره. لیبیا گرفت. امریکا پیشوای یا بر تو میگم که قول محال نکه گفتم افغانو گوش که من تاریخ همه دنیا را کرده است. سوال میای همین امریکا پیشوای ملت داره که پیشرفته است، یا گرمانیا یا استرالیا یا فرانسه پیشوای ملت دارن که پیشرفته گنم دولت‌ها؟ استرالیا، کانادا پیشوای ملت دارن؟ پیش نرفتگی نیستن. ایتورسون قفانه دزدم بگو قبول که دزده بعد ما بگو عیسی دزدیشون پیش رفته که بیا التماس براکت به خدا قسم یک گابزه مرده که گابزه اوخی نره چی بگو من یا دینه کی واپشه پیرس هفته بکش ویدیو تا بکش که با بعد ویدیو را چی کردن با یک ساعت دیگه با گفت دیگه پوچ میکنی ویدیو تا بکش. بله برادر محمد اقبال سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. اوزی اروپا را عزیز ما گذشتگی آیا؟ عزیز ما گذشتگی اسدالله میگه. عزیز ما واسه گذشتگی رفتگی آیا؟ یکان سوال بچه اسدالله. بله. بابا. امی یک سوالت بتیم. با هم سوال گودکی سوال دیونگی بس میگو که رحمانوف پدر ملت آیا؟ چوه که دامی پومیر جنگ شید دواروخ جنگ شید ای پشتی همو چند توجیگ مرد خوز همی ای سمیه همو درکدار هست یا نیست؟ کی مردک؟ سوال با همیام یک کی مردک؟ کی مردگه؟ یکون کس مردگی نیست. امیر رحمانوف همی رو نمیدونه که کی مرده است کی زنده ای جنگ گشته است ما این رحمانوف نورا میگوی را محکم رای بین المللی را محکم کن سیلو گرفتن هوایی که به زلال شو گردوندن همورا میگوی مردگیان ای طرف
کی پشتی رحمانوف گرفتن همون مرده شدن ای سمیه همون درکدار هست. از قرار دادن از دادن همون رفتن پومیریو را کشتن و قدمش مرد همونو را اویلشون رحمانوف خبر داره. انا یه سوال بله تا که شما پومیری را کشتن محمد بول وقتی سخن میکنی کو بعض جنایتکارا بگو پومیریو نگو. پومیریو آدمای هستن که در رشد معارف تاجیکستان فعالن. در مکتبای میانه چی دوشنبه 80% مردم بدخشان. برادر محمد اقبال حاز اینمی امروز پگاه این در تاجیکستان زمستون سر میشوه. امی امام علی یا که رستم چی تر دیده است برای مردم، برای زمستونی مردم چی تر دیده؟ کمره بپل کاست، سویت پستانی کاست، زندان کیس است، شکو کیس است، کویا بر بگوه که اسدلو اقبال امی سویت تا 2015 پستانی بده؟ تو سوال جواب بگو با رحمانوف قطعی رستم نه تا 2015 پستانی بده سویت اسدلو میبرورمد من گوش که سوال امی یعنی که تا سال 2015 مصیبت بود نهضت برمد آیا یکون بهبودی شد؟ سوال داته اینه مایلش نهضت بدبخت بود برآورده تاجیکستان چی بهبودی شد؟ اولی که تو 10,000 سومانی شد زنی تو گفتی که پا زندگیش بهتره اوچه و اوتا 10,000 سومانی پنسیه داره چی بهبودی شد؟ پنچوچوی؟ بهبودی بسیار شد پیشاوی بسیار شد سویت پس بسیار شد چی نهضت هم بودن پیشاوی بود نهضت هم یکون در پیشاوی تاجیکستان یکون فایده آوردگی نیست در حیاتش نهضت بود که حاضر رشته رو بیا برا بخدا که برادر برادر محمد اقبال بخدا قسم امام علی را کو پروردگار عقل دستش دادگی نیست گیره ایره عقل در تنش دادگی های عقلش در کم شایده ای بخدا قسم اگر عقل میداشت کو عقل میداشتی رحمانوف بود و شیشه اولش پروردگار باید مردم ای تری رحمانوف سیر کنن کو مردم باید انمی تسیر میکرد بله بعد رحمانوف مردم حوچد میکن ای اصلاح تو تر اولش پروردگار سرنگون نکو اصلاح بس نمیشوه بله 100%. اول برادر محمد اقبال می نویسن کو اصول عملیاتش کی بنویس واسیا کی بنویس اصلاح پریود میگن کو برادر محمد اقبال اصلاح پریود سبک الله برادر محمد اقبال و مردم پریود امام علی درک نداره آدم اصلاح در گرد وناه امام علی چیارن این را داره که دیگه فکر جمع کنی معم کنی تا نک رحمانوف فقط یا فکر گریختن تا کن یا فکر ریشوت کرا تمام بله این را برادر محمد اقبال در ما افتاوی گرمی های کو ماشین ریشاد کدار میبروش در افتاو میمونیش در با پزا بله سلامت باشه شیرنر الله بخدا خواستم ایتاری رحمانوف نامرد دامی جهان نیست برادر محمد اقبال بله یکو چوبلوس درمد برادر محمد اقبال فایدنی تیم کن گپ نیست این نمیداد سوالش که یکم سوال جواب نداد اینم تریانی چوپلوسا یا سوال جواب نمیتین خب باش همینجا انشالله گپ نیست انشالله که چی میکنم خوب بله برادران گرامی بیننده گرامی مادران خواهران اگر زنگ زدنی باشید مرحمت چون که من اونچه که برنامه‌ام وقتی منم خیلی حال و فعلا کم است چون کارهای زیاد انجام داده ایستیم با یک بخش کار میکنیم میفهمونیم تا با بخش دیگر میگذاریم وقت زیاد میگیره به همون خاطر در اینجا شیشتنی به فایده منظور به فایده کی یعنی اگر صحبت کردنی باشه من گپ ما گفتم برای رحمانوف پرگنوز و اون چیزی که لازم و نیاز برای شرح قانون بود و اون چیزی که قانون چگونه باید یعنی که حمایت کرده شود گفتم براتون
و برنامه و اون چیزی که معلومات بود. و اکنون اگر شما خواسته باشید صحبت کنید یا توسط برنامه یا توسط رقم تلفنی که در یعنی که چی است در اکران، اگر با اون رقم تلفن به شکل نمونده تا حاضره رقم تلفنی و اصلاح خوب دیگر یعنی که باید که حتما بله. خب در مورد اپای که اپای ظاهر از دنیا گذشته است، خیلی بعضی چیزا روان کردگیان بچه در مورد اپای ظاهر. خب باید امروز پگاه با اونا رحمت الله بمبره. اسدالله من قطعی آدمی بازار گپ نمیزنم. همین سوالت کردم، سوال جواب دادی، گپ میزنم قطعی. این طری بازار قطعی من فایده نداره، با همون خاطر یعنی که بحث قطعی تو یکم خیلی فایده نداره. لوچی برای پشت کارت شه. من نیاز ندارم با طری بحثای دمیک سوالت کردن جواب بگو. سوالم کردی جواب بد میگم. چی با سوال مرا جواب نمیتی؟ چی با سوال مرا جواب نمیتی؟ چی سوال تا جواب ندادم؟ چی سوال تا جواب ندادم؟ یک سوال نه حضرت برای چی سه تا نام شالش کرد؟ نهضت اسلامی و نام نهضت اسلامی سه تا نام شالش کرد. کو بگو کای نامش ایواز کرد. کامیرا بگودم ما بفهمم کای ایواز کرد. یکمش نامش حزب دموکراتی بود، نهضت اسلامیش کرد. دیمش چی بود؟ چی گفته سه؟ حاضی ما حرکت اصلاحات خواهانیم. در تاجیکستان میریم حزب اصلاحات خواهان میشیم. چی ایواز کردیم؟ سوال تو پای قنچه چای خیلی سوال جواب نمیدی. پیش از جنگ شهروندی نام نهضت چی بود؟ پیش از جنگ شهروندی دعوای سیوز نامش چی بود؟ یه بار گوش کن. وقتی که حزب در وزارت عدلیه ثبت نام میشه او حزب است. قبل از اینکه او ثبت نام شه او حرکت است. می‌دونید حرکت جنبش حرکت ثبت نام نشده در دولت است. اما وقتی که در ثبت نام شده در وزارت عدلیه حزبی رسمی عمل کننده در کشور میشود. قنچه چای گوش که وقتی که ثبت نام شد حزب بود. وقتی ای تاجیکستان برآمد افغانستان با همون یعنی که حزب نهضت حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان دیگر احزاب و گروه ها یک جای شدن اومدن رحمان فچنگرگ موندن. سوال دیگه اکس هوا ایرا فهمیدی اکس گوش کن. شاید ببینید بعد دی پوش شدن شوی نام شاله شده با چی نام شده؟ نه نهضت جوانان تاجیکستان درست؟ خب نهضت ما حرکت اصلاحات خواهانم. وقتی تاجیکستان رفتم تمام بته علیش دیدن شگفت علیش ایواز دیدن ایواز حزب نهضت اسلامی از اسلام سوی استفاده بردن، مردم در بنش و جنگ کردن، قربانی دادن، کشتن. همین خیلی بود؟ نه ایتاری نبود والله دروغ میگم. از اسلام سوی استفاده بردن، مردم جمع کردن، میدان آوردن، کشتن. بس همه امام علی رحمانوف حزب داشت خودش. سوال مرحمت سوال جواب امام علی رحمانوف حزب داشت خودش. مرحمت امام علی رحمانوف حزب دموکراتیک شد. حزب دموکراتی رئیس حزب دموکرات تاجیکستان درست؟ این ای احمق ترین انسان در دنیا اگر دو احمق باشه یا تاش همیای اگر سه تا باشه بس رئیس حزب دموکرات هیچ وقت رحمانوف پلید مادر به خطا رفته گوری مریم در بگیره نبود است. رئیس حزب خلقی تاجیکستان با دموکرات نداشت. این توپوی نمیفهمه ای گپورا. این حزب کی تأسیس داد؟ سوال مرحمت حزب دموکراتی خلق تاجیکستان پیشوای ملت هست. دموکراتی خلقی نه توپوی حزب خلقی تاجیکستان بود. این حزب کی تأسیس کرد؟ حزب خلقی تاجیکستان. تمام حزب خلقی این از چی گرفته شده بود؟ از فرانت خلقی. گوش که توپوی گوش که تو فهمی حزب فرانت خلقی ای خلق گرفته شده. بعد این حزب کی تأسیس داد؟ بعد همی فرانت خلقی برای چی تشکیل شد؟ برای فرانت خلقی نبود. فرانت خلقی عبارت از جنایتکارانی بودند که سنگک سفروف جنایتکار به خاطر ساخت کنستیتوسیونی را یا جنایتکار
ساخت کنستیتوسیونی را میخواد که تطبیق کنه. اگه خوب گوش کن گرگ چوپون میشوه گرگ بس گوش کن انا که امی سنگا که کشت رحمانوف اومد رحمانوف کشتش قد فیضلی هر دشا کشت نبود کرد وقتی وظیفه‌اش را انجام دادن دیدن که ماریانیت کار ایکور میگیرن و زد کشت هردش این معلومه ایره تمامی یعنی که افرادی که میدونن آگاه هم میکنن این جنایت رحمانوف حزب خلقی تاجیکستان کی تشکیل کرد امی در مقابلی امی جنایت نهضت مقابلی جنایت کرا در تشکیل شده امی فرانت خلقی وقتی که سوالت میکردی سوالت جواب دادم بس اسدلا سوالم کردی سوالت جواب دادم نهضت جوانان نه حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همش نهضت های خوب گوش که اسد برای چی رحمانوف حزب کی تشکیل کرد مرحمت بسر برای کی مردم ملت بفهمن مرحله به مرحله بریم مرحله به مرحله بریم من بدانم که حزب دموکراتی برای چی برای همه کن که نهضت بود سوال حزب نهضت بود من سوالت کرده ایسم حزب خلقی تاجیکستان کی تأسیس داد مرحمت گپ دیگه نره برای فرانت خلقی گپ نزن تا نهضت سوال کردم سوال جواب دادم مرحمت حزب خلقی دموکراتی حزب خلقی تو حتی حزب خلقی دموکراتی نمیگوی میگوی حزب دموکرات تاجیکستان میگوی نگاه کن تو پویره در حالتی که حزب دموکرات تاجیکستان کی بود رئیسش مرحمت میتونی حزب دموکرات تاجیکستان برای ما آواز شدگی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اول حزب خلقی تاجیکستان بود این حزب عبدالمجید 20 سال گوش کرد عبدالمجید دوستیوف تشکیل کرد در کنش دشت زدگی سرش که اگه حاضر نمیدونی عبدالمجید دوستیوف بعد از او رحمان گفت همین حزب خلقی تاجیکستان حزب دموکراتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان این حزب دموکراتی نیست حزب دموکراتی تاجیکستان رئیسش شادمان یوسف بود که چند ماه پیش در وین از دنیا گذشت اینه بفهم بعد تبدیل یافت با یعنی که پلتفرم شد پلتفرم دو تا حزب با دو تقسیم شد بعد برگشتن اومدن مسعود صابیروف و دیگر بعد از اون محمد روزی اسکندرov رئیس حزب دموکرات تاجیکستان شد درست بعد از اون سجعفر عثمانوف بود سجعفر عثمانوف گرفت رئیس حزب هم حزب پیشینه شد گرفت زندانی کرد محمد روزی اسکندرov و هم حزب سجعفر عثمانوف گرفت زندانی کرد یعنی حزب دموکرات اشتباه نکرد بسولی اشتباه نکرد این معلومات برای تو هیچ کس نمیتیه من معلومات دادم گوش کن حزب خلقی تاجیکستان اساسگذارش عبدالمجید دوستیوف رحمانوف حزب کمونیست میخواست نمیخواست حزب یگان حزب دیگه این کمونیست پدنالتی ما در به خطا رفته گوش که خوب بعد حزب خلقی تاجیکستان کو هم رنگ بیا بیا به ساز گپ زد انا می حزب خلقی دموکرات گوش که من گپ میزنم گوش که بعد میدروی حزب خلقی تاجیکستان عبدالمجید دوستیوف تشکیل کرد بعد از اون رحمانوف گرفتن دموکراتیش موندن با یک حال هزار قطعی توپای فهموندن که باید حزب داشته باشی بعد از اون گرفتن حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان کردن خلقیش یعنی که موندن همو دموکرات دادونش کوش کردن اگر نه همون بقایای فرانت خلقی ای که عبدالمجید دوستیوف تشکیل کرده این رحمانوف عقل حزبی تری نداره وقتی که با یعنی که در پارلمان بود رحمانوف قبل از همین در صفحه 15 حتی برای استقلالیت رحمانوف قطعی محمد سعید عبیدالله و چند نفر دیگه زید آواز دادگیان این گپ در تاریخ ای این گپی نو نیست ای اولی که رحمانوف استقلالیت گنجی به بهاست میگه این روش سیاه میکنه نه رحمانوف برای این وطن در استقلالیت کشور یگان کار کردگی نه برای این ملت یگان خدمت کردگی که در استقلالیت این زیدی استقلالیت بود این زیدی دینی این ملت بود این زیدی فرهنگی این ملت بود این آدمی هست که قاتل یا جنایتکار یا آدمی که پدلیزی یعنی که پسلدنی پسکوده یگان کسی دیگه نیست انا که من خسته است این مسئله تاسیس حزب نهضت در مسئله چند بار نام عوض کردن یگان نام عوض نکرده است حزب اول حرکت جوانان حرکت نهضت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یعنی که بود افغانستان با نام هم حرکت با نام هم حزب نهضت فعالیت کرد و احزاب دیگری یعنی که تاجیکستان با او یک شدن اتحاد نیروهای اپوزیسیون اومدن با رحمانوف خوب دیگه چیکار کردن دیگه اوش همه ملت میدونه و اون خاطر ای پیش خودت گپ نزه برا بخون دفعه دیگه برا خوب بخون بعد بیو آذرش برا بخون بعد بیو
خب این بیچاره باور که بسیار بسوادن. حتی رحمان فنا میدونه که گفتی گپو، یعنی که چی میگن این آدم این قدر بسوادن، الله هدایتشون کنه. خب بله. خب اگر برادرانی که امکانی صحبت کردن دارن، مادران، خواهران امکانی زنگ زدن صحبت کردن داشته باشه، دکتر شید صحبت کنید. چون که من یعنی که برنامه تا اونجایی که من اگر صحبت باشه تا 6 ساعت هم برنامه رو میبرم، مشکل ندارم. من یگان وقت معین برای انتهای برنامه یا اینکه 2 ساعت 3 ساعت هر وقتی که مردم باشن میتونیم که صحبت کنیم، ولی وقتی که نباشن نمیتونم من یعنی که بشینم فقط گپ بزنم، چون کارهای بیشتری داریم که باید به اونها مشغول باشم. حالا فعلا کادر. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام خوبی. سلامتی خوبه. سلامت باشی برادر. ما همی برادر دیگه سوال داشتم که همی زیر اعلامیه استقلالیت کی و کدام سال کی امضا گذاشتگه؟ جواب ده. ای نه بیا بسیار محمد، بسیار استغفرالله، بسیار پیش پرتاکی کیسه زیر اعلامیه استقلالیت کی و کدام سال امضا گذاشتگه؟ ما دعوای صاحب استقلالیتی میکنن که استقلالیت هم میگه آوردگه. نمیدونه یورا، نمیدونه خی. یه بار دیگه درو شرمنده شوا. یه بار دیگه درو شرمنده شوا. خیلی شرمنده. سوال نداره. رحمان فرایش حزب دموکرات است. تو پوی کشید. بر با وجود بگو شرمنده را پزار کردی. شرمنده را پزار کردی. اینا میگن که شرمنده را برفتن. قدردین اصلا نوفا ای عقل نداره. قدردین اصلا نوفا با یا وضعیت‌های بی‌زیب کشتگیان. قدردین گوش میگه کی بودو؟ گوش میگه کی بودو؟ قدردین وزیر اعلامیه امضا کردگی بود و نویسنده او طاهر عبدالجبار و این ملت در مسئله استقلالیت کارهای انجام دادن. موقتا اجرا کننده رئیس شورای عالی الان سال 91 عقل نداره. ای عقل نداره. ای را چیش میگم من؟ ای را ورتگی تاریخ نمیدونه. اگه من برآمد است اگه این نهضت پرسیده است یا آدمی که یعنی که خیلی چیش بگم دیگه، یا آدمی که زیاده 10 کتاب با حرفای با چوب با مقاله‌های اطلسی با ورق‌های سفید تاریخی یک تاریخی را چاپ کردگی با ملت دادگی زیاده 1000 کتاب بگم نمیگم خطا نکنم نویستگی خودش با فکر اندیشه خودش. آخی با یه آدم شوخی که یه چیزش در جد بخند جاخی بره کیم که بگوید که بیچارگی جبرس بازایش فشاره بشو. الله هدایتش کنه. چی بگیم دیگه؟ الله هدایتش کنه. جزاک الله خیر. هستیم ما تماشا میکنیم هر روز تماشا میکنیم. نمی آخی نمی سپیکر اجده داریم براتم. ما خیلی هر کس باور نمیکنیم. ما جمله ما دامونیم که هر لاخت کسا باور نمیکنیم. سلامت باشی برادر. رویت شرویت نگه که زنده باش. سلامت باشی. خوب بله در مسئله جمشید بچه ها پرسیده ایستند. بله واقعا به وضعیتش بزی باید دیلوی وزمین در پولشک شده گیان. که خداوند عاقبت چه بخیر کنه. یعنی که برای چند کارها، برای گروگانگیری، برای یعنی که چیزا دیلوی جنایتیش شده گیان. خب اگه دیگه همین است. وقتی که جنایت کردی پس جواب میگوی. تو او مهم نیست که تو کی چیکار کرده ای، توش روی کی فرق نداره دیگه. باید که جواب تا بگوی. خداوند اگه این ملت صبر بتیه در این کارهایی که انجام شده است. این ملت یگان کاری که باید انجام بتیه ده. بله ماشاءالله برادری که از فیض آباد روان کرده معلومات های شما رسید. ما گرفتیم معلومات های شما را. بله بله ای ناحیه تیمور ملک. بله معلومات های شما رسید. انشاءالله که حتما خدا ما در آنچه که باید انجام بتیم انجام میتیم خدا خواه. خب ولی فعلا دیگر یگان نفر دیگر نیست. بار دیگر میگم اگر امکانی شدن با برنامه داشته باشید یا اینکه میتونید در یعنی که تلفن یا واتساپ
زنگ زنید مرحمت، زنگ زنید حتما انشاءالله که جواب میگیم. ولی در قضیه های دیگر ببینیم چه خیلی که دیده ایسیم یگان گپ و خبر دیگری نیست. خوب در گذاشتن لایک ها 355 لایک و در نظرسنجی 686 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است. قانون های جزایی با زندان کنی ها 33%، قانون به نفع خود و عائله 67%، یعنی که آواز دادن رأی خودشان مردمی که اشتراک کردن، یعنی که آواز دادن. بهترین. خوب فعلا دیگر یگان نفر دیگر نیست که وارد برنامه شود. دیگر ما هم برنامه از این بیشتر هم ادامه نمیتیم، چون که کارهای بهتر، کارهای مهمتری داریم که باید روبروی اونها کار کنیم. هدف ما معلوم است، هدف مبارزه بر علیه رژیم خودکامه رحمان برد هر راه و هر وسیله‌ای که امکان دارد ما انشاءالله که کارمون باید انجام میتیم. در مورد ایشان خیامدین پرسید است که بله، ایشان خیامدین در آغاز با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و یعنی که بله، یعنی که یکی از افراد مهم تا وقتی که یعنی که در قضیه تا حتی برگشتن از افغانستان هم یگان مشکلی وجود نداشت. تنها پس از خب دیگر حادثات معین دیگر اونا باید همتون بفهمه. بله، یک شخصیتی که در آغاز یکی از ارتران بهترین و خوب بود در آغاز. این راه همین است. سیزان کمر حکای محمد اقبال، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه نام تا کوشش کم یا نامون با هم یا نام برا، یعنی که هر نام میمونی و خوب نیست هم یا نامون با هم یا نام برا. این بهترین شکل است. سیزان چراغ میشه میره و میخرفتن میگردم لو. خب میخریم سری موضوع سیستم کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان دخل پذیر است فقط به یک عائله. هر چی که کرده است برای خودش کرده است. امانوف این کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در یگان نفر مردم عادی دخل ناپذیره، پس برای که ما در یگان جا از حقوق همون کنستیتوسیونی خودمون استفاده نمیبریم که حفاظت کرده نمیشه. هر چی کرده است اینم یک شهروند عادی بگه که برای موافق قانون از حقوق خودش در یگان مقاماتو برای طلب کنه که من نمی حقوق دارم، که چی جواب میگیره از مقاماتو؟ برای حقوق خودت طلب کرد. یگان که در همی اصل 21 دیده که یگان که طرف از حقوق خودش طلب کرد با آسودگی خلاص شد آمد. خواهی سرزنی شد، خواهی جریمه شد، خواهی زندانی شد. چیزی که کرده است جناب رحمانوف برای عائله خود و اطرافیان خودش کرده است. اینا باید همه قبول کنن، همه باید بدونن. 3 سال پرزیدنتی را پایان برد، برای فرزند خودش به قدرت رسیدن. یعنی از همه حکی جنایت نمیدونم دزدی و غارتگری آزاد گردان که یگان چیزی که در تاجیکستان فامیلی جناب رحمانوف میکند با این دخل ناپذیر است. اینا برای خودش کرد. قانون جمهوری تاجیکستان را پیشواختچه انتخاب کرد. چیزی که کرده است برای خودش کرده است. اونجا یک تا بنا آورد ساخت در نمیدونم از مبلغ چینایی ها برای او مردمی که در درون اونجا میشینن. فقط صدا میکنن صدای رحمانوف، دیگه یگان کار دیگه نیست. برای مردم کنستیتوسیا همچو هست، ما قبولش داریم. کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان کنستیتوسیا دولت ما این نفردیم، نکی برای یک جزء آدم ها هست. دملا برای خلق عادی وجود نداره، وجود نداره. برادر فردان پونکتش نوشتگی باشه که تحقق شهروند جمهوری تاجیکستان در حالتی نمیخیلی فشار طرف اومدن میتونه که در مقامات در فلان جو برای در فلان مقامات شکایت کنی که برای بر شکایت کنی. نفر برای 200 سومانی زندانش میکنن 25 سال، نفر برای 140 میلیون سومانی میبخشنش.
این همی فرق، این همی باید از کنستیتوسی از قانون باید مقابل نزنیم، برای که در ما قانون وجود ندارد. قانون و قانونگذاری برای یک عائله ساخته شده است، فقط همونایی که مخصوص برای همین عائله پیش گذاشته شده در قانونگذاری جمهوری، همین را استفاده برده میشن، دیگه باقی موندهش استفاده برده نمیشن. همین را میگم قانون عائلوی، کنستیتوسیا عائلوی دامدا. همین که گفتنیم دیگه گپی زیادی نمیزنم. سلامت باشید. الله نگهدار باشید. خوب، بله واقعا همین است و رحمانوف هیچ وقت با منفعت این ملت کار نکرده است، تنها منفعت و شخصیت خودش برای اون مهم بود و هر کاری انجام داد تا اینکه خودش برای منفعت خود و عائلش هر کاری که انجام داد همین بود و دیگر کاری برای این ملت و برای این مردم انجام نداده است و هیچ انتظاری هم ما دیگر از اون نداریم و میدونیم که یعنی که یک شخصی است که اون وظیفش و کارش تنها به خاطر یعنی که منفعت شخصی خودش است. بیننده گرامی 697 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده، 363 لایک را بعد 400 برسونیم تا اینکه مردمی که بعد امکانی دیدن دارد و بفهمند که یعنی وضعیت و حالت وطن همین است. پس یک شخصی که یعنی نظارت کننده و کفیل سرقانون است و سرقانون هیچ وقت یک کار نمیکنه که اون عوض شود، ولی اون این شخص بوده است. پس ما باید بدانیم که در تاجیکستان به قانونیت وجود دارد و هیچ قانون یعنی که برابر یعنی که تطبیق نمی شود با افرادی مثلا دزد و غارتگرای کلان، تنها برای مردم عادی است، تنها برای جزا دادن مردم عادی هست و این دیگر یک مسئله هست که عادی است تا وقت رحمانوف هست این کار ادامه پیدا میکند. خوب بیننده عزیز گرامی، بار دیگر برای برادرانی که امکانی همکاری کردن با اصلاح دارید نویسید. برادران از تیمور ملک ما حدودی چند نفر داریم و باز چند نفر دیگر لازم داریم. برادرانی که از تیمور ملک هستید خوب دیگه فهمیدید نویسید. خوب دیگر مقصد و منظور ما فهمیده. برادرانی که از تیمور ملک هستید نویسید. برادرانی از شوراباد همچنین یعنی که از شمس الدین شاهین، خب بچهای کلوب هستن الحمدلله، ولی بازم نویسید. کارهایی که باید انجام تیم ملت این مردم ان شاء الله که ما باید با یکدیگر کارمون انجام تیم. برادرانی که امکانی از امریکا هستید، از نیوزیلند هستید، از کانادا هستید، از هر کجا که هستید تماس بگیرید، کارهامون رو باید ما و شما انجام تیم. هیچ مشکلی برای شما نیست، وجود ندارد. ما ان شاء الله کارمون همه با هم انجام میتیم و مبلغی که باقی موندگی همون 350,000 برای داخل کارمون رو باید انجام تیم. ما از داخل هم باشد مشکل ندارد، از روسیه است، از امریکا است، از هر کجای هست تماساتون رو برقرار کنید تا کارمون رو انجام بدیم، چون که حالا فعلا باز بعضی از کارهای مهمتر دیگری یعنی که به وجود آماده ایستاده است که باید ما همه با هم یک جای کارمون رو انجام بدیم. بله الو بفرما. خب الو در آمده است ولی صحبت. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. بله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله برادر. الو. بله صحبت کن، صدای شما هست، صحبت کنید. صحبت کن. آقای محمدی با شارژ خوبه سلامت الله. خوبه ما نوستاتف که باید گبزن. خوب برادران گرامی، خودتون احترام داشته باشید همه وقتی که میدروید، یعنی که کوشش کنید که برای صحبت کردن به یک شکل صحبت کنید که همون یک نفری که شما رو گپتون گوش میکند بتوند فهمیدن. من میبرم گپ میزنم اگر با یک شکل خوب زیبا نفهمونم آیا مردم میفهمن؟ نه. پس مردم باید به یک شکلی یعنی که صحبت کنه که همون صحبتی تو بتوند یعنی که مؤثر تمام شه. هیچ وقت یعنی که به احترامی یگون کسا نکنه. کسی میدونه تنهایی چه میگمش که لباس پوش یا کرتا پوش، یا کسی که کشپالیش دیگه میگم بخی احترام که بیننده را، احترام که شهرونده، یعنی این احترام کردن
یعنی که احترام خودت است. یک برادر هم بسیار می نویسه نوار اصلاح. برادر گرامی، ما در همین اصلاح زیاده از 80 برنامه برای صلح داریم، یعنی منظور در عموم 30 سالگی اجلاسیه یا افلاسیه همون را تماشا که 10 تا نوار برای صلح داریم. تماشا که همونجا بود رو روز ما در اینجا برای چی مونیم را ماتریڅه همون را بود رو تماشا که برای صلح 9 تا نوار 9 تا نوار انیقه. باز در موسم های گوناگون هر کجا که میبینی عکس استاد نوری است همونجا را بود رو تماشا که میبینی حتما، یعنی که چیز ما در اینجا برای چی مونیمش او را. اگر خود تماشا کردنی بود را یوتیوب تماشاش که اصلاح ما برنامه داریم، یعنی که قریب 3000 نوار در اصلاح های تماشا کنه بود روی ما کارمون انجام دادگیم، یعنی خیلی نیست یک ما در اینجا مونش وقت ببینیش خودت بود رو علاحده بکو بمونش تماشاش که، یعنی خیلی نیست که ما حاضر بگیریم بمونیم. یک گپ 100 بار می نویسی. پیشوا بله بفرما پیشوا. بله رحمان فدایوس صدا هست؟ صدا من نمیشنم صدا را. پیشوا خب نیافتیش значит بزیب میکوی 30 سالگی اجلاسیه و افلاسیه بنویس از او است. صلح یعنی که برای صلح 10 نوار داریم. نیافتن значит تو بزیب میکوی. همین اصلاح تا کانال دابزا ویدیو را بجق رفتن بگی پایون 3 سال پیش 4 سال پیش ما فقط کارو تاریخی کرده گیم. همون را بدرود بکو تماشا کن انشالله پیداش میکنی حتما و میتونیش دیده یگان مشکلی نداری. در یعنی که اصلاح آبونه شدن شما مثلا مهم هست. به وقتی که شما در تلفن اندروید دارید میتونید که پریلاژن اصلاح هست کچت کنید تا اینکه در تلفنتون باشد هر مطلبی که نشر میشود شما میتونید که در اون یعنی که بخونش مطلب خورم، چون که ویدیو بعد میبره. مثلا ما تا 294 نشر کردگیم نامه ها را، ولی برنامه 290 نشر شد. 291 92 93 94 تا 94 ما ویدیو میکنیم که برنامه 300 یعنی که مقالش میبره. با همون خاطر باید شما مثلا که حتما در فکر تماشا کردن باشید. برنامه یعنی که اگر نامتون زیادتر باشد در برنامه نامه مرا علاحده نشر کنید. مثلا نامه از وحدت عالمی استانسه 2 تا یعنی که مطلب شد 13-1 13-2 مقاله نشر شد، یعنی که همه خواندنش و این چنین اولی ازوج کش نکردم. باید ازوج کنیم چون که کارها زیادتر بود، ولی انشاءالله که باید به همین نزدیکی برنامه اولیم اگر عکس اولیم شرالیف پیدا کنه کدومی قبل از منتج روان کنید تا اینکه بمونانش در نوار و هر چیزی که از اولیم شرالیف در وحدت میدونید اولیم استانسه روان کنید، خانه شای ماشین شای هر چیزی که میدونید. در مورد یعنی که قاتلان سید اعظم یعنی که امنیت بسیار کارها انجام داده است. میخواد که ما را حیله کنه فریب کنه. انا فلانیش در مسکو گرفتگی انا نامش فلانیه انا ایش ما در طریق کارو در کار نیست. ما میدونیم که در اوجا کدام شکل کار رفته است و کدام یعنی که کارها صورت گرفته است. ما منتظریم حتما اون نفرایی که قاتل اصلی معین می شود، قاتل ها ممکن است چند نفر باشن، حتما ما گپ گفتیم کارمون انجام میدیم. به همون خاطر هیچ وقت یعنی که فکر نکنید که ما را میتونید فریب کرده در قضیه ها. نه چنین نیست. انشاءالله که ما همه کاری که نسبت به قاتل ها است، نسبت به افرادی که یعنی که کار انجام دادن به اونها انشاءالله به شکلی که امکانی انجام اون کار هست تحقیق میکنیم و کارمون انجام میدیم انشاءالله. خب 300 یعنی که 30 و چند لایک دیگه برای 300 برای 400 لایک شدن هست و 706 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است. برادران گرامی در نظرسنجی اشتراک خودتون رو بیشتر کنید، در گذاشتن لایکاتون هم همچنین در پادپیساسی با شبکه اصلاح با تلگرام اصلاح در نوشتن نامه ها. امیدوارم که ان شاء الله کوتاهی در این قضیه ها نمیکنید و الله سبحانه و تعالی ما و شما را در همه آن چیزی که برای ما و شما مهم هست و امکانی
یعنی پیشرفت و امکان عملکردهایی که ما و شما را در آن موفق میکند، همه با هم با خلوص نیت انشاءالله که ما انجام کار انشاءالله میدهیم. پس هیچ وقت در بسیاری از مسئله ها کوتاهی نباید انجام دهیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، ما دیگر تا اینجا برنامه‌مون یعنی که به پایان میرسانیم و در آخر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی همه مصیبت ها را از سر این ملت بگیرد و الله سبحانه و تعالی ما و شما را با عزت، با جلال، با شکوه، با اون چیزی که از ما راضی است ما را به وطن خودمون بر بگرداند و دعا میکنیم که اللهم إنا نعوذ بك من شر الظالمين وكيدهم اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا اللهم إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا فاكفينا شرهم بما شئت كيف شئت اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم اللهم اجعل كيدهم في ضلال ومكرهم في تباب ولا تجعل لهم على السبيل اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام وانصرنا نصرا عزيزا مقتدر يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار اللهم يا الله اللهم يا الله أجبنا يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك